سلام و درودی بی پایان به یکایک شما تماشابینان عزیز و گرامی ما. خوش آمدید به برنامه امروزه که این گفتگو است، گفتگوی من با شما. خداوند کریم منان را شکر و سپاس میگویم که باز ما را به دیدار هم رسانید، باز ما را مشرف به این کرد که روبروی هم بیاییم، اگرچند به طور ویرتوالی باشد هم به طور مجازی باشد هم یکدیگر را ببینیم، از یکدیگر دیدار کنیم. تشکر برای آنهایی که از همه اولین شده وارد برنامه شدند و حالا ما را تماشا کرده شدند. دوستان عزیز، یکایک شما خواهش میکنم که پیوند نوار را به دیگران فرستانید و دوستانتان را به برنامه دعوت کنید. کسانی که آماده سخن گفتن هستند بگذار آمادگیشان را ببینند، وارد استودیو شوند. هر وقتی که شما اولین شده به استودیو وارد میشوید، من در حال شما را به استودیو میپیوندم و ابراز نظر خواهید کرد. کوشش میکنم که هر یکی شما فرصت داشتگی باشید که در برنامه سخن کنید. تماشابینان عزیز گرامی، تا اینکه شما وارد صحبت میشوید گفتگو از من سر میشود، تا اینکه من هم از این فرصت استفاده برده چندی از گفتنهای خود را بگویم. تماشابینان عزیز، لینکی به استودیو پیوستن در زیر نوار در اپیسانی گذاشته شده است. شما می توانید توسط آن وارد شوید. همچنین کسانی که ما رو در فیسبوک تماشا میکنید، همچنین در زیر اپیسانی فیسبوک لینکی پیوستن به استودیو گذاشته شده است و از برادرانی که با ما هستند، مدیریتورانی که حالا ما را پیگیری میکنید و رفتی برنامه را نظارت میکنید، از یکی که شما خواهش میکنم که الکی لینکی پیوستن به استودیو را در اینجا بمانید تا اینکه مردم آمادگی خودش را ببیند در صحبت با ما. دوستان عزیز، هرچند میخواستم در برنامه امروزه بعضی از موضوعهای خاص خود را داشتگی باشم، لیکن من از یک مسئله که طول این چند روز سر و صداها را بلند کرده است یک کمی صحبت میکنم و من اینجا کسی را گناهکار و کسی را بیگناه گفتنی نیستم. تنها فکر و نظر شخصی خودم را در این باره بیان میکنم و چیزی که مشاهده کردم. البته هر یک نفر در شبکه‌های اجتماعی نظر خود را کرده ایستاده است، فکر خود را کرده ایستاده است، این طرف این، اون طرف اون. اما من اینجا به طرفداری به کسی سخن نخواهم گفت، کسی را سفید یا کسی را سیاه نخواهم کرد و تنها یک نفری که رسانه‌دار است و باید بعضی از نزاکت‌های رسانه‌داری را رعایت کند، انا همین خیل صحبت خواهم کرد.
تماشابینان عزیز، چنانه که خودتان شاهد هستید، هم در پیمان ملی تاجیکستان و هم در گروه 24 بعض دیگرگونی ها به میان آمد. برابر آنه که در پیمان ملی تاجیکستان بعد گفت خودشان بعد جلسه های 3 دفعینه یکی از عضوی فعالی پیمان ملی تاجیکستان یک قناتی از 4 قنات یک قناتی پیمان ملی تاجیکستان که جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بود، رهبرش یعنی برادر عزیزمان شرف الدین گدایف بودند که طبق اظهاراتی که نشر کردند خودشان از پیمان ملی تاجیکستان رفتند و به پیمان ملی تاجیکستان شرط گذاشتن که یا که مهلت دادن که در دوام 72 ساعت سیاست خودش نسبت طلبات جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان را معین کند. بعد از آن جنبش رشد و اصلاحات تاجیکستان در پیمان ملی تاجیکستان خواهد ماند یا نخواهد ماند آن را اعلان خواهد کرد. همچنین پیمان ملی تاجیکستان اظهارات پخش کرد که بعد آن که شرف الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بیرون از صلاحیت های خود بسیار خدم ماند و در این ایستادگی کرد، او از شورای سیاسی پیمان ملی تاجیکستان برکنار کرده شد. اما درباره باقی ماندن نماندن جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان در پیمان ملی تاجیکستان در این اظهارات چیزی گفته نشده است. من با معاون پیمان ملی تاجیکستان علیم شیرزمانوف یک مصاحبه مخصوص داشتم که شما میتوانید از کانال یوتیوبی پیام تیوی او را دریافت کنید و تماشا کنید و به سوال هایی که من جواب گفتم اونجا علیم شیرزمانوف معاون پیمان ملی تاجیکستان جواب گفتگی هستن، میتوانید از اونجا جواب های ایشان را بگیرید. من حالا این نیت رو هم دارم که از برادر شرف الدین گدایف هم یک مصاحبه بگیرم و نظرهای ایشان را بشنویم. تا امروز به من چی معلوم شده است، تا با شرف الدین گدایف خودم صحبت نکنم اظهار نظر نخواهم کرد، چون اظهار نظرهایی که تو به من آماده رسیدگی است همه از جانب پیمان ملی تاجیکستان است. از خود شرف الدین گدایف تا به حال به جز آنی که رسانه‌ای شده است چیزی نشنیدم. انا برای همین من نیت دارم با خودی اگر صلاح دانند با خود شرف الدین گدایف هم بدون یگان طرف بودن، بدون یگان طرف گیری کردن بعضی از سوال هایی که پیشم گذاشتگی هستم به ایشان خواهم داد. بعد از آن با یک چند نفرانی که در این شاهدی این قضیه بودند صحبت خواهم کرد و بعد از آن این صحبت ها را پیش شما خواهم آورد، پیشکش شما خواهم کرد و یگان خودم شخصا بهادهی را به عهده شما تماشابینان گرامی می‌مانم، یعنی قضاوت از خود مردم است، قضاوت از آنهایی که چه حادثه شده است، چه حادثه گذشته است از آنها خواهد بود. برای همین کسانی که در این جوده در این باره به من کمک کردنی هستند، چه از جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان، چه از پیمان ملی تاجیکستان، چه از دیگران که شخصان علاهیده که در این قضیه شاهدی به واسطه بودند، از ایشان کمک میخواهم. اگر آماده کمک باشند حتما با من تماس بگیرند. و اینجا من چی گفتنی هستم؟ یگانه بعضی از نظرهایی که من میخواهم بگویم این است که تماشابینان عزیز در این
سیاست خصوصا در مخالفت با رژیم، با یک رژیمی که کمیته امنیت دارد، چند وزارت دارد، کماندی بزرگی ایمیج میکر دارد، فابریکه جواب دارد، وزارتی کارهای داخلی دارد و چند نهادهای دیگری مخصوصی خفه کننده مخالفانش را دارد. مبارزه بودن آسان نیست. در مبارزه بودن آسان نیست و در این مبارزه در بین حکومتی ها، در بین رژیم، مخالفان خیلی انسان های زیاد دارند، خیلی نفرهای زیاد دارند که با آنها همکاری میکنند، گفتگو میکنند، بعضی از برنامه های پیشگرفته حکومت را بررسی میکنند، با آن دیده آمادگی میبینند و همین است که باقی مانده است مخالفت و همین است که تا به همین روز مخالفت نفس میکشد. یعنی نبض رژیم تا علاقدری حال در دست مخالفت است و نبض رژیم را مخالفت نیز برمیکشد. با وجود این کسانی در بین مخالفت هستند که نبض مخالفت را برمیکشند و نتیجه اش را به حکومت گزارش میدهند. این خیلی شخصان هم کم نیستند. یعنی نباید مخالفان این دعوا را داشته باشند که خیلی به قوت هستند، امنیتشان به قوت هست و در بینشان کسانی که حکومت رژیم گماشته است وجود ندارد، خیلی امنیت را جدی گرفتگی هستند. این خیلی نیست. متاسفانه پیمان ملی تاجیکستان که یکی از قوه‌های مخالفین به حساب می رود، در این جهت آسیب پذیر است. خیلی از شخصان در بین پیمان ملی تاجیکستان آشکار شدگی هستند که با همکاری با رژیم امروزی تاجیکستان درباره پیمان ملی تاجیکستان یا معلومات جمع میکنن یا اینکه برای پراکنده کردنش، برای تضعیفش یعنی ضعیف کردنش وابسته به همان وظیفه به دوش گرفتهشان کار کرده ایستادند. بعد از اون که تا آنجایی که من خبر دارم طول 1-2 سال اخیر خصوصا پیمان ملی تاجیکستان برای گذشتن از مخالفت به مقاومت بعضی از کارهای جدی خودش را گرفتگی است، بعضی از سیاست‌های جدی خودش را گرفتگی است و در این سیاست‌های جدی که شاید به نظر بعضی ها این هم مسخره نماید، در این سیاست‌های جدی بعضی دوستان تاب نآورده ایستادند. این به شراف‌الدین گدایف هیچ ربطی ندارد این حرف من. حالا تا به شراف‌الدین گدایف اومده نرسیدم من، این عمومی است و تا به شراف‌الدین گدایف هم چندین دوستان حتی از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم چندین دوستان ما به این تاب نآورده ایستادند. چرا؟ چون که در مخالفت می شود که مثلا گریم یک قسم از پی کار فعالیت سیاسی باشند، از پی مخالفت باشند، در کارهای رسانه باشند، در کارهای سیاسی باشند، در مناسبت‌های دیپلماتی باشند و یک قسم دیگر فقط چی باشند؟ یک قسم دیگر فقط مصلحت دهنده و مشورت دهنده باشند و در جلسه های مشورتی تنها شرکت کنند و از پی کاروز باروز زندگی خودشان شوند. اما وقتی که کار فعالیت جدی گرفته می شود این کارها نمی گذارد. مثلا گریم نمیتونی تو فقط مصلحت دهنده و مشورت دهنده باشی، چون که هر روز اصول سیاست دیگه می شود، اصول مبارزه دیگه می شود و تو که با کار باروز زندگی خودت اوورا هستی وقتی که به جلسه های سیاسی، به جلسه های
یعنی مبارزان داخل میشوی خودی از آسمان چکیدگی برین میشوی، از هیچ جو خبر نداری، هیچ جو رو پیگیری نکرده ای، از اون هفته یا از اون ماهی که تو در جلسه شرکت کردی تو این در جلسه در مبارزه ها چی دیگرگونی ها به میان آمده است تو ندانی و میخواهی یک چیزم بگویی و در خودت رو در جریان گذاری، یعنی در شخصی در جریان بوده، شخصی در پهلوی دوستانت بوده قرار دی، اما نمیتونی. چون که امروز سیاست ها نه فقط ماه به ماه یا هفته به هفته یا که روز به روز، بلکه سیاست ها ساعت به ساعت تغییر یافته شدند. در این سیاست ها تو نمیتوانی یک کمی خاله بیغم باشی و برای آن که نگویند تو خاله بیغمی، نگویند تو از سیاست خود را کنار گرفته به کار بوری خودت آواره شدگی هستی، بیای همچون مشاور یا همچون مصلحتگر یا همچون یک کسی که یک کاری کند به گپ اقلا خودش را فعال نشان دهد کار بکنی، این کارت راه نمیرد. و وقتهای آخر این یک چیزی گپ شفاف همین است که بعضی از دوستان ما رو این گونه طلبات های جدی که دیگر این خیل چی ها را نمیرد، چون که پیشتر مثلا گره میتونستی تو در از پی کار بور زندگیت باشه یک مشورت داده استی یک مصلحت داده استی تو خلاص باشی. چون که دیگر وقتی که ساعت به ساعت سیاست ها تغییر میکند، مقابلیت ها تغییر میکند، دیگه اون مصلحت های تو کارشوی هم نیستن و خودت هم شخصی کارشوی هم هستی. برای همین امروز دوستان ما، دوستانی که در مخالفت هستن، یا بودنشان رو معلوم کردنشان در کار یا نبودنشان رو، یا به تمام باید باشن یا به تمام باید نباشن. چون که اینجا یا میشوی یا نمیشوی، چی سیمش وجود ندارد. حالا چیزی که من از سیاست پیمان ملی تاجیکستان، از سیاست مخالفت، حتی از گروه 24 پای بردم همین است. و در این سیاست دوستان عزیز، همه کار باید به مشورت باشد، همه کار باید به مصلحت باشد، خودسری وجود نداشتگی باشد، خودکامگی وجود نداشتگی باشد. گپ نهایی را باید شورا معین کند و شورا از پی کارش باشد. گپ رو معین کردی باید از پی عملی کرده نشوی. چیزی که من تقریبا 1 سال یا 2 سال تو بیشتر از 1 سال پای برده ایستادم همین است. و فعالیت هایش در پیمان ملی تاجیکستان، فعالیت هاش رو در مناسبت های بین المللی خیلی تقویت بخشیدگی است و امروز ها تقریبا یک گروهی بزرگ در ساحه حقوق کار کرده ایستاده است با سازمان های با نفوذ بین المللی در سری کار است که از چیکار کردن آنها من چیزی گفته نمیتونم اینجا، لیکن خبر دارم که خیلی کارهای جدی رفته ایستاده است و نتیجه های جدی هم امیدواریم که خواهد داد. در بعضی مسائل سیاسی هم مثلا خیلی کارهای جدی رفته ایستاده است که اینجا من آماده در این باره گپ زدن نیستم و شاید به پیشرفتی بعضی مسئله ها خلل رسانم. برای همین چیزی گفته نمیتونم. دلیل دیگر هم این است که من که نه در شورای سیاسی پیمان ملی تاجیکستان هستم، نه در نهادهای دیگرش، شاید از بسیار چیزی خبر ندارم که از آن مثلا گره فالبینی، فالکشویی پیش ذهنی کرده نمیتونم. اما چنانه که خودم دیده ایستادم، یکی از نفران کمترین پیمان ملی تاجیکستان،
فعالیت ها خیلی جدی شدگی هستند و وقت های اخیر مسئله های رونیگری روی آدم شیرین، بیا خفش نکنیم، بیا نرنجد از ما، این گپ ها الکی آهسته آهسته از بین رفته ایستاده است، چون که در پیش فعالیت های جدی وجود دارد. این روزها در رژیم توانند ما رو ربوده برده ایستاده اند. به این نمی شود که خلا بیغمانه نگاه کرد. در زندان ما رو کشته ایستادند، بله کشته ایستادند، به این نمی توان خلا بیغمی کرد. در تمام دنیا ما رو همچون تروریست اکستریمیست معرفی کردند. تاجیک در تمام دنیا اکستریمیست و تروریست است و هر کجای به تاجیک خیلی مناسبت خشینانه و مناسبت بد است به تاجیکان. حتی این نه فقط در روسیه، حتی در اروپا و دیگر کشورها هم تاثیر خودش را گذاشته است. به این نمیتوان بی‌طرفانه مناسبت کرد. و همین طور تماشابینان عزیز کوشش باید کرد که و همینطور تماشابینان عزیز کوشش باید کرد که در این مسائل نباید هیچگاه یک طرف بینانه با نظری یک طرفه بها داد. امروز یکی از دوستان ما یک اظهارات نشر کرد و گفت که فلانی مثلا گریم از پیمان ملی تاجیکستان نرفته است، او را نراندند بلکه خودش رفته است. همین خیلی باز به لیچکه من نوشته است، همین خیلی گفته. بعد از اون من جواب دادم که برادر عزیز، هرچند نوارش رو تماشا کرده بودم، گوش کرده بودم و چیزی جواب ننوشته بودم، واکنش نکرده بودم، لیکن به خودشان در لیچکه گفتم که برادر عزیز، در او جلسه که شما بی‌ملال گفته ایستادید او رو نراندند، خودش رفت گفته ایستادید، شما وجود نداشتید، شما حضور نداشتید. چه خیلی از کجا میدونید که او رو نراندند و خودش رفته است؟ شما که حضور نداشتید. شما همچون یک نفری که گویا در آنجا حضور داشتگی باشد گپ زدنتون نادرست است و این نظرتون رو بالای من تحمیل کردنم بله نادرست است. برای همین از این گونه نظر پردازی ها، از این گونه نظر پراکنی های نادرست باید ما احتیاط کنیم، مردم رو گمراه نکنیم. و چیزی دیگر، حالا من که دو روز پیش با معاونی رهبر پیمان ملی تاجیکستان علیم شیرزمانov صحبت کرده بودم، بعضی صحبت های خاص هم داشتیم. وقتی پرسیده شد که چرا شما کوتاه همین یک چیزی عمومی نوشتید در اظهاراتتون تمام، ما فلانی رو طبق همین چی بیرون کردیم تمام، چرا شرح بیشتر ندادید؟ آن کس گفتن که چیزی نتیجه گرفته شده از جلسه هایی که چند روز به میان آمد همین قدر است. این نباید از این بیشتر دامن پهن کند. همین نتیجه به آمده رسیدیم و همین رو نشر کردیم. باقی گفتگوهای ما این گفتگوهای داخلی ما است. من به این راضی شدم. واقعا یک حرکت جدی، یک ائتلاف سیاسی جدی مناسبتش به رفتارهایش نیست همین خیل باشد. اما فرض کرده من در پیمان ملی تاجیکستان هستم. تماشاگران عزیز، پیش از آن که صحبتم رو ادامه دهم،
سلکه رو مونید، هر کی میخواهد وارد شود، وارد شدن گرد. من به آنها نوبت رو میدهم. سلکه در اپیسانی هست. برادران مدیراتور، سلکه رو در چت یوتیوب هم مونید. سلکه در اپیسانی وجود دارد، در آنجا گذاشته شده است. شما میتوانید توسط سلکه الکی وارد شوید و به بحث ما، یعنی فکر و نظری و اندیشه خودتون رو بگویید. انا همین طور است تماشابینان عزیز. انا برای همین امروز من نمیتونم چنون که با دوستانم که نظر یک جانبه داشتن راضی نیستم. با نظر یک طرفی دوستانمان و این چنین خودم هم نمیخواهم اینجا یک طرف بینانه نظرهای خودم رو بالای دیگران تحمیل کنم. اما اینجا من میخواهم بگویم که در این مخالفت ها، در این حرکت های اپوزیسیونی که کار با جمعیت است، توی خودت تنها نیستی، الکی ائتلاف شده ای، الکی جمعیت داری، جنبش داری، حرکت داری، اسوسیاسیون داری، حزب داری. حزب گفتن یعنی یک گروهی مخصوصی است که با یک کار مخصوص، با یک عقیده و اندیشه مخصوص هماهنگی پیش می رود. حالا در همین جا باید به این باور هر یکی ما باشیم که وقتی که به حزب می پیوندیم، به یگان جنبش می پیوندیم، به یگان حرکت می پیوندیم، به یگان اسوسیاسیون می پیوندیم، دانسته باشیم که اونجا جای جمعیتی است. اونجا خانه اوچکلان ما نیست که فقط ما گپ زنیم، گپ ما رو باشد، فکر و اندیشه ما رو باشد. اونجا جایی هست که دوام سال، 2 سال، 3 سال فکر و اندیشت میگویی، شاید یکیش قبول میشد یا نمیشد، چون که اونجا جمعیت هست. چون که در اونجا از تو بزرگترها هستن، از تو بزرگتر میدونستگی ها هستن، ولی که همون جسارت گفتن رو از تو باید جمعیت نگیرد. هر روز بگویی و خسته هم نشوی. یعنی در جمعیت بودن همین است. قهرت هم نبیاید، چون که تو آدم جمعیت هستی. اما وقتی که تو برنامه میریزی و چند فکر و ایده ها میخوای پیشنهاد کنی در یگان جلسه، پیش از تو یک نفر میبراید در این باره همین مسئله رو مطرح میکند. اکنون تو آمادگی دیدگی هستی، تیاری دیدگی هستی، باید همین مسئله که مطرح شد از اولش از حرف ا تا یا باید تو هم برآمده بگویی؟ نه، کار جمعیت این است که جایی که گفته نشد، جنبه هایی که به او وارد نشدند، تو از همونجا وارد میشوی و چیزهایی که گفته شد الکی در کیسه خودت نگاه میداری، الکی و چیزها گفته شدگی است. کار جمعیت همین است. کار جمعیت همین است که هر یک نفر یک دیگریش رو یعنی قدرت میبخشد، تقویت میدهد، نه اینکه ضعیف میکند. نه اینکه مثال بگم این نفر همون ایده هایی که تو گرفته آمدی به میان گذاشت، باید نه اینی توش باید یک بار دیگر در اونجا شنیده شود، همون چیزایی که پیشتر گفته شد. اگر همین پرینسیپ رو داشته باشی تو آدم جمعیت نیست. و در جمعیت رفتی مثلا گیریم سیاستی که تو پیش گرفتگی هستی، ایده که تو داری، هورمون هایی که تو داری، با این حرکت، با این جمعیتی که تو اومده پیوستگی هستی، عملی نشده ایستاده است. یعنی فکر و اندیشه هایی که تو میگویی در این جمعیت هضم نشده ایستاده است. شخصی که جمعیت رو میشناسه، شخصی که آدمی جمعیتی است، میگوید که من در این جا نمیگنجیدم، بیا یک بار خودم در علاهیدگی بسنجم. جوان مردی و مردانگی آن است که
همون چیزی که تو امروز با این جمعیتی که در او نگنجیدی، در او فکر و اندیشه هایت پیش نرفت و آرمان هایی که داشتی، ایده های خوبی که داشتی در اونجا نگذاشت، کسی رو فهمونده نتونستی، یا کسی مثلا گریم به فکر و ذهن تو، به فکر و ذهن تو نیست، پیش رفتگی نیست، میگوی که تو من اینجا کسانی که با من با فکر و ذهن من باشند، یعنی اینقدر پیش رفتگی باشند، اینجا نیست. این خیلی آدم خوب باید من از اینجا کنار بروم. دوستانی که یعنی برابر خودم هستند، از خودم بهتر یا کمتر هستند، مرا میفهمند، درک میکنند سخنهای مرا، من در گردم این خیلی آدم ها رو جمع کنم و دیگر قوام رو به کسانی صرف نکنم که آنها مرا درک نمیکنند، نمیفهمند. جوانمردی این است. خودت ترک میکنی، میرونند، چکار میشود، میبروی میروی، ثابت میکنی که واقعا ایده تو ایده با قوت تر است، ایده تو ایده سازنده تر است، ایده تو ایده موفق تر است و این رو با کسانی که با تو میتوانند هماهنگ باشند، میتوانند با تو به هم بیایند، میتوانی ثابت کنی. اما با آنهایی که مدت چند سال در یک جا بودی بدگویی، چرا؟ شاید توبتو نبودن، لیکن علاقه اگر تو به خواهش خودت رفته باشی رفتی. بسیار خوب. نراندندت، برکنارت نکردن، تو به خواهش خودت رفتی. بسیار خوب. یعنی تو به خواهش خودت رفتی، به این مضمون اون رو دارد که اینجا کار تو به همون خواهش تو به همون آرمان های تو پیش نرفته ایستاده است. تو یک آدمی پیش قدم هستی، از این جمعیتی که بودی دیده برآمدی، سنجیدی که اینها تا به همون چه های تو، انگیزه های تو نیستند. در خودشان گذار، برو ثابت کن که واقعا این ایده های تو ایده های موفق بودن، برنامه های تو برنامه های موفق بودن، برو ثابت کن. اما چرا بدگویی؟ همین جوانمردی است؟ به نظر من همین جوانمردی نیست. کور جمعیت، شخصی که به جمعیت میغنجد همین خیلی آدم است که وقتی دید فکری نظرش در او جمعیتی که شریک شده است نمیگذرد، میگوید که اینجا اهل من نبوده است، من برم از پی کور خودم. لیکن دیدی که پیوسته جایی که مثل جمعیت میسازی در اونجا نمیغنجی، جایی که جمعیت میسازی در اونجا نمیغنجی، جایی که جمعیت میسازی در اونجا نمیغنجی، میفهم تو آدم جمعیت نیستی. تو خودت میتوانی در علاهیدگی یک حکومت باشی، تو خودت میتوانی در علاهیدگی چند کارهای بزرگ را انجام بدهی، لیکن بدون که آدم جمعیت نیستی، تو به یگان جمعیت نمیغنجی. چون که یک بار تجربه میکنی، دو بار تجربه میکنی، سه بار تجربه میکنی و نهایت باید پای ببری و به این درک برسی که تو آدم جمعیت نیستی. شاید در علاهیدگی خودت یک حکومت باشی، در علاهیدگی خودت یک کارهای بزرگ انجام بدهی، اما در جمعیت بودن نمیتونی، در جمعیت نفس کشیدن نمیتونی، چون که در جمعیت فقط تو نیستی. در جمعیت اگر 10 نفر باشن یک آواز داری. ایده‌ات معقول نشد، همین به خودت که میموند 9 کس زید میبروید. 6 کس هم زید برآمد، خودت و 3 نفر دیگر بودگی که به تو طرفداری کردن، این ایده‌تون نمیگذرد. در جمعیت باید به همین روزی باشی. برای همین وارد جمعیت میشی، وارد اسوسیاسیون میشی، وارد ائتلاف میشی، وارد حزب میشی. این یک طرفی مسئله. حالا در باره پیمان ملی تاجیکستان صحبت کرده ایستادیم. دوستان عزیز، من در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان
از سال 2004 اعضا هم امسال انا زیاده از 20 سال شد. 20 سال باز اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستند. و به همین سیاست‌های رهبر امروزه پیمان ملی تاجیکستان، رهبر امروزه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بارها ضد بر اومدم، بارها ضدیتم رو نشان دادم. در جلسه چندین بار این حرفا رو نسبت خودم شنیدم که اپوزیسیا در داخل اپوزیسیا نسبت خودم شنیدگی هستم. اپوزیسیا هستیم. و درباره رهبر پیمان ملی تاجیکستان استاد محیدین کبیری هم چندین مراتب ضدیتم رو نشان دادگی هستم و چندین تیزتون هم شدگی هستیم. لیکن همین چیز در داخل موندگی هست. همین چیز، همین گفتشونیت ها، مخالفت ها و نارضایت ها از فعالیت این چیزها در داخل موندگی است. حالا گفته شده است، حالا میگویند بعضی دوستان که کبیری پیمان ملی تاجیکستان را اولادی کرده است یا که خودی کرده است و کساها. به من کبیری هیچ کس نمی شود به جز اینکه رئیس پیمان ملی تاجیکستان، هموطن، تاجیک، همدیار و همسنگر، هماندیشه هم خیلی کم، همسنگر. دیگه کبیری به من هیچی نمی شود. چرا من در اینجا غنجیدم؟ 10 نفر در اطراف کبیری هستند که به کبیری هیچی نمی شود. و چند مثلا گریم دوستان و برادرانی هستند که در اطراف کبیری بهتر از دلخواه خویش و توارش است برای کبیری. برای همین دوستان عزیز، مسئله رهبریتی پیمان ملی تاجیکستان که مطرح کردگی هستند، استعفا یا ایستادن رفتن ها دوستان عزیز، همین کبیری حاضر شورای سیاسی پیمان ملی تاجیکستان بگوید که با آواز موند که برو و همین آواز اکثریت به میان بیاید، همین کبیری تاقشه به آسمان پرسته می رود. یگان چیز نمی دارد. تواند مثلا گریم همچون یک شخصی که تجربه دارد شاید در پهلوی دوستان بماند، دوستانی که کار فعالیت میکنند. بجز یک مراتبه، بجز یک جلسه اولینی که در ترکیه ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از گوشه و کنار دنیا از تاجیکستان آمده گذرانده بودند، بجز ان همون دفعه که راضی بود رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در وظیفه‌اش بماند، چون که اکثر اعضا در حالت شوک بودند و بی‌نهایت وضعیت وزنین بود. حالا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در اون وقت بستگی نبودند. در اون وقت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را بسته شدگی نبود. در همون جلسه ریاستی که در خارج از کشور گذرانده شد، چون که در تاجیکستان راه ندادن، در اونجا زید نبود که رهبری در رهبری بی ایستد. اما دوستان عزیز، در دیگر حالت ها من یگان مراتبه ایستادگری
رهبری پیمان ملی تاجیکستان که رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محیدین کبیری در وظیفه رهبری رو یگان مراتب دیگر ندیدم. این یک طرفی مسئله. باید مرد بود، باید مردکچه گپ زد. یگان مراتبه یگان قرار، یگان چیزی رو بی مشورت به میون نگذاشته است. یگان مراتبه جایی که من شخصا خودم وارد بودم، شاهد بودم، یگان مراتبه از واتساپ زنگ زده شدن. متاسفانه من سیم رو پیوست نکردم، حاضر در میکروفون خودم پیوست میکنم، صحبت میکنید. کسی که از واتساپ زنگ زده شدید کمتر صبر کنید لطفا. از من برداشته میمونم شما رو، بعد آروم باشید. میکروفون پیوست میکنم. و باید مرد بود، مردکچه اقرار کرد که یگان کاروباری رهبری پیمان ملی تاجیکستان، رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بدون هماهنگی وجود نداشت. این یک طرفی مسئله. حالا مسئله دیکتاتوره. برادران عزیز، در همین مهاجرت من 8 سال باز در پهلوی مخالفین هستم، همچون رسانه‌دار. یگان مراتبه نه به محیدین کبیری، نه به پیمان ملی تاجیکستان از سال 2018 به بعد، نه به ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حق ندادم که به من فرمان بدهند که این گپ رو بگویم، اون گپ رو نگویم. یگان نفری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و یگان نفری پیمان ملی تاجیکستان، در خصوصا همین رسانه داری، در کار رسانه داری، همین یک حرکت آزاد و استقلالیت شخص رو همین قدر تامین میکند. حالا در مهاجرت، در این مبارزه هایی که امشب هستی فردا تا روز هستی یا نیستی تعیین نیست، میکشندد، میربایندد، معلوم نیست. باید جدی مناسبت کرده شود. یک کم واقعا همین شرایطی همین روزه مبارزه، همین روزه مخالفت همین قدر است که یک کم دیکتاتوری هم شدنش در کار نباشد، علاج نیست، اما نشده است، وجود ندارد دوستان عزیز. حالا مثلا گریم بعضی از دوستان ما میگن که من همه فعالیتم رو از نام جنبش خودم یا از نام حرکت خودم کردم. اگر دیکتاتور میبود تو همین کارو کرده میتونستی؟ میگوست که نه، هیچ جا نرفت. به هیچ کس گفتگو نکن. اینجا بیا از من بپرس، هر کجای میری هر قدم میمونی. نه، نشده است. حالا چند دوستان ما مثلا گفتم اندیشه های دیگری مذهبی دارن، در پیمان ملی تاجیکستان هستن، به ما معقول نیست. به ما معقول نیست که یک تاجیکستانی این خیل مسئله ها رو مطرح کند. خودی به رهبری پیمان ملی تاجیکستان معقول نیست و کسی نگفته است تو این کارو نکن. مشورت ها داده شده است، مصلحت ها داده شده است، اما با کار شخصی کسی دخالت نکرده است. این مگر همین دیکتاتور است؟ مگر همین تامین استقلالیت شخصی نیست؟ حالا این نفر رو گوش کنیم. نفری که از واتساپ زنگ زدید بفرمایید. الو، نفری که از واتساپ زنگ زدگی هستید. الو، نفری که از واتساپ زنگ زدگی هستید، ما رو گوش میکنم، بفرمایید. گوشتید؟ هستید؟ نفری که از واتساپ زنگ زدگی هستید، گپ میزنید؟ بسیار خوب، من شما رو یک بار خاموش میکنم، گشته وارد شوید توانید.
همینطور دوستان عزیز، حالا نوبت به شمایان، کسانی که میخواهید صحبت کنید، مرحمت اینجا سلکه استریم یعنی پیوستن به استودیو در اینجا گذاشته شده است. می توانید توسط سلکه پیوست شوید و کسان، حالا ما اینجا رقمی واتساپ رو نگذاشتم به خاطر اون که دوستان عزیز شرایطی پیوستش رو نداشتم، چون که امروز من خودم تنها هستم. گفتید مقال تاجیکی که خودم نوازنده و خودم سراینده هستم. این است رقمی واتساپ ما. کسانی که خواهشش رو دارند مرحمت زنگ بزنید. همین است دوستان عزیز. حالا یک نفر وارد شد. محمود شریپوف بفرمایید. محمود شریپوف هستی؟ السلام علیکم رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید. حالا یک کمتر صبر کنید. همین واتساپ جواب بدیم. بیچاره چند وقت است زنگ زده شده است. نفری که از واتساپ زنگ زده دیگه است بفرمایید. حالا صحبت میکنیم. محمود شریپوف کمتر صبر کنید. واتساپ. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. شوکت گوش میکنم. ما برای چی گپ میزنیم؟ چی دستون میاد؟ نفهمیدم. شما را چی دستون میاد؟ چی کار کردم میتونی؟ بگوید که چی از دستمون نمی آید. یگون چی دستون نمیاد؟ این خطون کشته سین، خطون قد جنگ کرده سین. همین شما خطون گو میکنیم. میفهمی همیرا؟ یک درست. تو پیاد یک آدمایی هستن که کنکریت میادم. فهمیدی؟ اینا جمشه درخت میزده. اینا شاید قیامت که یک خاکنه. شما خیلی آدمی باشی. کدوم جمشید کی زده است؟ ویدیوش تماشا کن. دوستی عزیز، بروید جمشید چیزی که با من است از من پرسید. من با جمشید، با یگان جمشید گفتن این آدم یگان مشکل ندارم. شما همه لطفی دولتی ما گپ میزنید. فهمیدی؟ ما را همونتون یک هیچ میدونیم یکمش. بعد میگفتیم شما همه یک چی؟ بسیار خوب. شما یعنی من با کی؟ تو اونمو اقبال گلای اونمو اشورگل اونمو همه ده کروشتی. شما نگاه کنید. تشکر به شما. نگاه کنید. وقتی که من شما رو احترام کرده، نفری که در اینجا در استودیو هست و گپ زدن میخواهد، او رو گفت خواهش کردم که بیستید اینجا یک نفر در واتساپ زنگ زده ایستادن، او رو گوش کنید. یک خواهش از شما، هر چیزی که میخواهید ضد من بگویید، فقط کوشش کنید که در این برنامه تحقیر نکنید. نام کس را گوش کنید. با او پدرش، مادرش، بابایش، مامیش به یک آرزوی امید نام درست مانده است. با نام خودش بگیرید، نامش رو بدون تحقیر بگیرید. او آدم است، کرامت انسانی دارد. اگر شما مسلمانید، خداوند میگوید که ولقد کرمنا بنی آدم. خداوند میگوید که من به نسل آدم و به فرزندان آدم علیه السلام احترام قائل هستم. به همین تمام بزرگی جلالتش نگفت من به الکش احترام قائل نیستم، من به آدمی بد احترام قائل نیستم، من به این آدم به کافر احترام قائل نیستم، به مشرک احترام قائل نیستم. مشرک نگفت، ملحد نگفت، یعنی بینماز نگفت، فاسق نگفت، بدکار نگفت، بدکردار نگفت. گفت که من به فرزندان آدم احترام قائل هستم. شما مینیموم در وقت صحبت کردنتان ان همین کرامت انسانی به نظر بگیرید و در وقت صحبت کردنتان از مد نظرتان کرامت انسانی نباید دور باشد. تو شما مثلا بگیم خداوند با این بزرگیش، نگاه کنید، خداوند با این بزرگیش، یک دقیقه صبر کنید، یک دقیقه صبر کنید. خداوند با این بزرگیش، یک دقیقه صبر. خداوند با همین بزرگی جلالتش
میتواند در یک مدت میتواند در یک مدت همین زمین را چاپه کند. میگوید که من به فرزندان آدم احترام قائل هستم و کرامت انسانی را رعایت میکند. خداوند گوش که من تو خداوند بشناسی آدمی که تماما در پیش نیست، چون چی گپ میزنین، تعقیب میکنین. تو چه مردن که چه مسلمانی تو اینا؟ کدوم جناب اولیت من کی تأخیر کردم؟ ای مردک خوب ایجاره کانده میگه، ایجاره خالی کردم. او تنقید نیست. تو آخر به فراسوتت مرم. او تنقید نیست. او تحقیر نیست، تنقید است. بین تنقید و تحقیر فرق گذاشتن میتونی. مثلا گریم همین با تو گپ میزنی؟ بشین گپ زن. بیا داخل بیا قطیمه گپ زن. گوش کن. با داخل رفتگی ها رو آزاد کنید گپ زنن. مثلا گریم محمد علی حید رو آزاد کنین برایت گپ زند. همینجا گپ میزدگی ها زیادن. همینجا با شما گپ میزدگی زیادن. یک بار آزادشون کنید گپ زنن، ببینید که چه خیلی گپ میزنن. با اونها چی جواب دارید؟ لیش نخدت بخیر بیا قطیمه گپ. لیش نه من چیکار میکنی تو؟ از من بزرگترها در اونجا وجود دارن برای با شما گپ زدن. سید عمر حسینی رو آزاد کن کنی گپ زند، ببین با گپش چی جواب داده میتونی؟ او مرد گناهگار است. نه گناهگار است، بیگناه هست. او گناهگار نیست. او همین من برای تو بیا گفتی رفتگی ها رو مثلا گریم زید سعیدوف آزاد کن کو ببین گپ زند با گپش چی جواب میتی؟ هدومه که گناه کردگی جواب دوده سایبرودا. انا همین خیل تو بیا گفته ایستادی یعنی بیا همین بیا هست کو همین بیا تا حاضر من چی گفته تو؟ چی گفته؟ تنقید است، تحقیر فرق کردن نمیتونی. من پیش تو میرم. انا همین درگیر اطراف تو بدگی ها هم تنقید رو از تحقیر فرق کرده نتونسته. صدها نفر رو پشت پنجره زندان کردگی هستن. من همش عیبی شما رفتگی ها. آخر تو من به تو سوال داده استودم که من گفته استودم که من کی جنابت رو تأخیر کردم. تو گفته استوده است که تو این خیل میگویی اون خیل میگویی. آخر این گپای من تنقید است. تنقید رو به من قانون کفالت داده است. فقط این شماها هستین اطراف همین جنابت بودگی ها صرفم نمیرود که این حق قانونی من است، حق کنستیتوسیونی من است. این شما صرفم نمیره. مثلا شما صرفم که نرفتین ما بیرون آمدیم که تو اینکه از بیرون استوده اول آزادیمون رو تامین کنیم که گپ زده توانیم که در تاجیکستان ما رو گپ زدن نمیمونید. گپ زدیم پشت پنجره زندانمون میکنید و در این آزادی از همون آزادیمون استفاده برده گپ میگفتگیمون رو بگوییم. این همین قدر است. اگر شما خواهشمندی در سری بحث در سری میز مداور نشسته بحث کردنی باشین، سید عمر حسینی رو آزاد کنین، زبید الله رازق رو آزاد کنین، محمد علی حید رو آزاد کنین، حکمت الله سیف الله زاده رو آزاد کنین، عبدالقهار دولت رو آزاد کنین و بیاین اونها به سر میز بشینن با شما کنی ببینید چی گپ بیفته گفته میتونید. چند قوت داره که علوم دیگر کسا رو گپ بزنید. من گفته شدم از علوم دیگر رو گپ نزده شدم. اونها برای من دیگر نیستن. اونها همسنگران من هستن. شما گفته شدید که تو بیا گپ زن اونها رو آزاد کنی. یک بار گپ زنن در یک بار به سر میز بشین تو چی گپ بیفته میتونی؟ چرا او گپ میزدن تو نمی اومده گپ نمیزد. آخر اینو ببین در پیشت ایستاده است. مرا چی بیا بگویی؟ در پیشت ایستاده است. در پیشت در نزد. من در 6000 کیلومتر هستم. در پیشت ایستادگی که اول در پیشت ایستادگی که گپ زن کو میتونی یا نه؟ به من نیاز میموند یا نه؟ شما کو درست یک خوی نه این کارو چی؟ بسیار خوب، تشکر زیاد. از این زیاد با گپ داری؟ تنش ندارم گپ دارم. ده گپ زن. بیا گپ زن. دوام تی. همین خداوند جنوب عالی را دادگی های همین دل برودار. خداوند فرعون به فرعون هم دادگی بود. گوش که گپی مرا گوش که بسیار در گپ نبرو. من حق دارم. تو حق دارم. حضور توی دفعت میکنم دیگه گپ نمیزنی. شما را خداوند هم خزادگی های که خطونه کنده خورده است. میفهمی؟ درست است. کنده میخوریم. موقع مونده ما میریم پیشتون. یک خیلی مشتتی تیه. بگذار مشتت باشه. حالا در حالتی درست است. در حالتی ارزوی است و هر یک کس
کوشش میکند که آرزویش عملی شود و امید میبرد که آرزویش عملی شود. بگذار حالا در حالت آرزو باشد، من با تو موافقم. بو گپ داری؟ میدونی که خداوند زندگیتون ای وطن به در بور از نام خدا گپ نزن. از نام خودت گپ زن. چی به نام خدا گپ زدی تو؟ من از نام خدا گپ نزدم، من گپ خدا رو گفتم. من همه تو از نام خدا گپ زدی شدی. خدا با این دو دگه، خدا با وای دو دگه است. تو از نام خدا گپ زدی شدی. خدا با فرعون هم دودگی بود. و همین دشمنان خدا هم دودگی. ایدون گودکش ای وطنش بی وطن بشه و خداوند همین قوادم هم بزنه. درست حضرت موسی هم از وطنش بی وطن شدگی بود. رفت مدیان گشت اومد موسی رو چاپه کرد. کی رو فرعون رو چاپه کرد حضرت موسی. درست از وطن بی وطن شدگی بود حضرت موسی هم. حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه رفتن، از وطنشون بی وطن شدن، گشته اومدن به مکه رو فتح کردن. این راهی پیغمبران است، راهی بزرگان است، راهی صالحین است، راهی شهیدان است، راهی اهل مبارزه همین است، طبیعت مبارزه همین است. شما مبارزه چی میبره؟ بسیار خوب. برای همین از وطن بی وطن گفته شدی که یک کمتر گرد اطرافت رو نگاه کرده گپ زن. سواد داری گپ زن، سواد نداری سر به سر شدن مون به همین جای خودت، در همین استادی خودت گپ زن. فهمیدی؟ مثلا گریم حضرت موسی هم از وطن بی وطن شده بودن، از مصر به مدین رفتگی بودن، گشت آمدن فرعون چاپه کردن. ما قومی یهود رو، بنی اسرائیل رو گرفتن اون طرفی بحر سرخ گذراندن. یعنی آزاد کردن بنی اسرائیل رو، آزاد کردن. به سوالت میتین بیته همین سوالات آخرین گپه، چون که دیگه رو نگاه کرده شد. از وقتی تو تمام شد. چند سال شد در همین مبارزه ای؟ 20 سال شد. خب 20 سال. یک خوبی تا گبزن، یک خوبی در یک آدم کدگی تا گبزن. همین در رو بروی تو چیکار کرده شدم؟ من با تو خوبی کرده شدم که حق رو بدونی، حق رو بفهمی، عدالت رو بدونی، عدالت رو بفهمی. از این دیده خوبی نیست. از این دیده خوبی نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که بهترین جهاد همان است که در رو بروی ظالم سخن حق رو گفته تونی. تو از ظالم پشتیبانی کرده ایستادی، همون تو هم ظالم هستی. تو هم ظالمی مردم هستی، با جان مردم ظلم کرده ایستادی. میفهمی؟ وقتی که از ظالم پشتیبانی میکنی، دون که هیچ وقت تو از دیگرها شناخته نمیشوی. انا همچون ظالم شناخته خواهی شد. جناب عالی بسیار خوب. بسیار خوب. سلامت باش. ظالم خوب پس. وقتتون تمام شد برادر عزیز. ما نوبت رو به دیگران میدیم. محمود شریفov بفرمایید. السلام علیکم رحمت الله و برکاته. شفقت جان خوب هستید؟ زنده باشید. اینها مکتب رحمان و خواندگیان. اگر شیر سفید باشد سیاه میگوید، اگر یک چیز سیاه باشد سفید میگوید. برای این اهمیت دادن در کار نیست. برای چی که اینها میگوید چی کرده؟ یکمش یگان مخالفین حق مردم نخورده است، حق دولت نخورده است، ملت و وطن به خیانت نکرده است. همین بس ای برای همین ها. اگر مرد میشدن آشکار میبرموندن، گام میزدن. به این صلوات. من مسئله همین دو سه روز پای گرفته ایستادم. یک چی گفتنی هستم که مبارزه سیاسی ضد دشمن، یک دشمن ملت دولت، این به حد وزین است. نه همه قوت کرده میتوند برادر. همین بین گروه های ما بیان بسیاری ها مانده میشن، میپرتوین، از قفای زندگی میشن، دیگه میشن. یا که در همین مسئله با چی گفتنی هستم که همین حکومت خوب نیست و میخواد بین همین مخالف درآید، یک پروگرام خودش راه اندازی کند، بگذار مجبور کند، گپ زند. ریچک گفته روسو یک ریچک ها هست که برای همین یک کار همیشه سخت زیر میکنن که بعضا مردم، بعضا همون مخالف هم برادرای ما گونده میشد، دست میکشن. یکی مسئله این عبیدالله سعیدوف یا که
این شرافالدین گدایف من یگان چی گفتنی نیستم برای که اینها قدرشون هست. اینها در همه راه مبارزه خیلی خدمت کردن. اكو ما گفتنی هم که این حزب رحمانوف نیست که همه یک خیل فکر کنه. بله. و آزاد اعتراضش میکند، ناراضگیش میکند. به شرطی اگر در راه حق و راست باشد، این بین خودتون بین همین مخالفین ما یکدیگر ما میفهمیم. برای ما یگان مشکلی نیست. باور کنید ما از این ضرر نمیبینیم. این برای ما یک درس است. برای همین قدر دیگه من بسیارتر حاضر در آنم که بسیاری همین مخالفین بچهای جوان میخوان که زودتر پیروز شوند. لیکن این سیاست است برادر. وقتی که ما یراق نداریم، اسلحه نداریم، برای ما یگان دیگه دولت یگان کمک نمیکند. ما با قوت خود که مبارزه میبریم این طول میکشه. یکی این طول کشیدن بسیار نیست. رحمانوف خودش برده یک آخران قدم های همین رحمانوف آخر رسیده ایستاده و خودش نابود میکنه. برای همون قدر به تمام برادرها گفتنی هستم که دل شکسته نباشید. بگذار وزنی، بگذار طولانی، لیکن به عزت و حرمت یکدیگر ما نباید یگان سنگ پرتویم، یگان گپ زنیم. اینا باید همه بین خود مصلحت کنن، یکدیگرشون فهمن. یخه برآمده یک جدا یگان گپ زدن لازم نیست. من همین دیروز همون قدر حرکت کردم به محمد اقبال داخل شدم، خیلی بعد دیگه دیدم که خودشون خوب وای کرده شدن. من دو جاسوسی که دو شخصیتی که چندین قدر ضرر آوردگیان با این رفتارشون مخالفایی که در اروپا هستن میخوان آبروشون ریزن. همون جمشید که یک جاوید کشته یک بچه، این هم دزدی، هم غارتگری، هم بندیتیزم، این هم تهدید، هم آدم ربایی، این نمیزبط برای مخالفین. از همین دو نفر بها میتیم برای مخالفین. برای همون قدر دشمن بین مخالفین به هست میشود. این دشمنای آیسته آیسته یکتا باید نابود کنند. گروه 24 هم همون قدر دیگه برای وهان هم موفقیت. من طرفدار همه مخالفان کیه که بر ضد رحمانوف اعتراض میکند، جنگ اعلام میکند، من او برادر عزیزی من، او برادر دوست داشته من حساب میشود. برای همین قدر حرکت کردن در کار بین خود یک با معامله آمدن در کار. بله. ما حق نداریم یک کس بگیم که انا اینجا خطا کرده است، انا این گپ زده است، انا این کار کرده است. باید اصل دارد باز یک بار دیگه. بله، در مناسبت اقلا یک دریچه باید شده مونی. همه درها را باید محکم نکنی. چون که نگاه کنید در دین ما، تو مسلمانی در دین ما میگن که با دشمن خود میانه باش، که وقتی آن دشمنت دوست شود از گپایی که در وقت دشمنیت گفته بودی ایزا کشی. و با دوست خود هم میانه باش که روز او دوستت دشمن میشود. و گپایی که در سیرهایی که در وقت دوستیت گفته بودی شاید او افشا کند. برای همین دوستان این همین معیار رو باید رعایت کنیم. حتی با دشمن هم بدگویی نکنیم، چون که او دشمن یک روزی دوست شدن دارد. برای همین حالا این شما نفری که صحبت کرد گفت که رحمانوف رو تحقیر میکنی. من رحمانوف رو نه یگان نفرش رو تحقیر نمیکنم، تنقید میکنم. چون که رحمان در توبه بسته نشده است، در پشیمانی بسته نشده است. کی میدوند رحمانوف هم یک روزی پشیمان شدنش است، یک روزی توبه کردنش است. ان الله تواب الرحیم، خداوند توبه پذیر و مهربان است. خداوند به همین بزرگی جلالتش توبه پذیر و مهربان بود. از ما چی؟ گوش میکنم شما رو. برای همین قدر من میگم خداوند گناه ما آشکار نمیکنه، گناه بندش آشکار نمیکنه. حالا که ما یک نان خوردیم، برادری کردیم، ما نباید عیب یکدیگر رو فاش کنیم، سر
عیب نیست. اگر گناه سخت کرده باشه باید روش گوید، یکی سیر یکدیگر نباید مفروشیم. از این دشمن استفاده میبره. برای همین قدر برای همه موفقیت، برای تمام مبارزان موفقیت، صبر و طاقت. باز یه بار دیگه میگویم برادر عزیز، محی الدین کبیری یکی از دانشمند سیاسی است. برادر دانشمند سیاسی، او آزاد گپ میزند، در چند زبان گپ میزند. او خودش با فکرم مردم همش میدونند که تا چند قدر آزاد خودش حس میکند قطعی مردم گپ بزند. این خیلی سیاستمدار رو نداریم. همین رحمانوف کدام دومگیرکش باشد، چاپ دوستات باشد، بیا همینجا دیگه اینجا ده هیچ کس نمیاد نزدی تو گپ نمیزند. گپ میزنه دیگه همش محکم کردی. همین شاکر جان حکیمو که سخن روی قانون گپ میزد، یک حرف از قانون گپ نمیزنه. سین رحمان و حکومت یگان سخن قبه نزده است، گرفتن محکم کردن. اینا بینده این اگر همیشه آدم محکم کند، یوریست محکم کند، ادوکات محکم کند، یعنی تاجر محکم کند، ژورنالیست روزنامه نگار محکم کند، اکوچه آمدگی زید رحمانوف خونه جوشتگی میگرد میکشانی هم میپرونه اگر جوش بیاد. اگر ده برای همون قدر میتونین اگر اون قدر مرد باشین و به نزدیکم همین علم شاهزاده گفت که با قرار قانونی یعنی و ازاها قبول کردیم و بیاین آزاد انا بخشش پرسن و آمده زندگانی کنن تاجیکستان. این همش دروغ و نیرنگ برادر، دروغ و نیرنگ. همین مستفیدای 80 ساله 70 ساله آزاد کن، در همونجا پای زندگیشون بشون، همون آخری روزهای حیاتشون رو در آزادی گذرونن. میتونی مردکی قانونی افراطی کتی یک چند هزار آدم محکم کرده. تو اول همه های برار کنی بیا اعلام کنو همه مردم برار، بعد این دیگه مردم خیسه میبینن باور میکنن که برای همین جنایت که تو دیگر جواب دادی این بازار برای سودیه، برای پروکورور، برای امنیتی، برای کارمند وکده این بازاری پول کار کنی هم میبینه سام میکنه. همین 500 هزار 2000 دهنش چقدر افتاد همون سر میکند. اول میبرن امضا میکنی دیگه میکنی بعد جوشیدن سر میکنه. همین اشتی که ما همسایه قشلاق ما هستن 8 نفر خیسته رفتن احضا نوشتن، باور میکنید احضا نوشتن، همون ادوکاتش شناس بود احضا امضا کردن. باور کنید من یک دقیقه میگم برای همون 1 سال گرفتن 6000 دلار گرفت سودیه. باور میکنید با 1 سال سود بودن. حالا همینجا بیستید، وقت دیگران رو نگیریم. اگر وقت باشید همینجا بیستید، من باز شما رو بالا میکنم، باز گپتان رو دوام میدید. خوب سمود است، کمود است، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید، زنده باشید. برادر در واتساپ هم نوشتیم، گل حساب کردیم. 2 روز پیش کجای سفر داریم گفتید و زنگ زدید، بعد او وقته بعد تلفن کشته موندگی بودم. خب باید پای کار و بار و زندگی در همین شهرهای وسیع است. زنده باشید. خب برادر من یگان جورم نخوندم، یگان کتابم تمام نکردم، فقط این چی خوندم کتابی همین شاهنامه فردوسی را خوندم و گفته او بیک صبور باره اینکه همون اودینه و مرگی سودخور و هم خیلی چیو را خونده تمام کردیم. او خیلی زباندان و خیلی گبدان نیستیم. من طوفانی که غلطی در بین همی برادرای مخالف هر یک تای همی را گفتنی هستن که هر یک کدامش یک فکر کنن شینن و خوش رو فکر کنن ای کجا سر شد همی طوفان. هر یک همون جمشید هم مثلا همون جاویدان ای کجا پیدا شد در یکون جایی نبود. مثلا این همی برادرش شرافیدین همی خیلی مردی شعر هم بگیم
خطا نمیکنیم. همین مردک یک کمتر شینه یک جادهیو همین طوفان ای کجا خیست همین را یک فکر کرده برویا چم اوی که مشورت میگیرن ای دیگر ملت و ای دیگر کسو ای یک برادری که مثال همچون تو بورین پروتیفی همین دیکتاتور های این دیکتاتور در ما یگون زلال هم نرسونده یو گفتنی هستم که به خاطر همون برادرایی که ژورنالیستانی که زندانی شدن به خاطر همون برادری که شاکر جان به خاطر عزت امون به خاطر کرامت شریفov به خاطر همه همیو را من فکر کردم من با اخیران من دین فهمیدم که برادر سهراب هم اونجا در تاجیکستان پیدا شده فکر همینا را کرده من میخوام که در خانه مشکلات است ساختمان است همه فکر همینا را کرده یک طرف میمونم مثال نمیخوام که در بین مرغا زندگی کنم مردم ما ملت ما همه مرغ شدگی هست نیست یگان مرده که مثلا که یک جا شوی در همین روسیه ترسیده میگری پنشش تاجیک کار میکنن بین همه در باره همین تاجیکستان گپ زدن ده اوژه گوشاشون چرگ میشوند همین خیلی خب بیا گپم ما زیاد نمیکنم برادر التماس بعدی برنامه ما یک چیز گفتنی هستم خلاص دیگه هیچ نمیگم بعضی از سیاست بیمه‌داران ما از همین آدم رفته درسی سیاست بگیرید بله شده از من مکتب برادر شراف‌الدین یک شین او پیش گپ کنده طرز سخنرانی بینید از همین آدم رفته بعضی از سیاستمداران مملش سیاستمداران ما روید درس بگیرید که باید چگونه جوان مرد بود در سیاست. سلامت باشید برادر عزیز. برادر یک بعدی برنامه التماس واتساپ دا امو انسانی که علاقه کردنی بدیم ما شما شکایتتون نوری دیده برادر عزیز شما دیدید گفتید که مثلا من به شما زنگ زده بودم همین تلفن استودیو من با خود گرفته نمیگردم به یک همین دفعه با یک نیاز با خودم گرفته بودم این تلفن رو با خودم گرفته نمیگردم این رو و این بخت شما بوده است که در اونجا من یک حالتی بیکار موندگیم تفتیش کردم که تقریبا 200 پیام اومده است به همه پیام ها جواب دادم از جمله به پیام شما و شما اظهار نگرانی کردید که شاید من وعده خلافی کنم زنگ نزنم با شما فهمیدم که چی است یعنی در همون وقت قطار شما به دیگران هم جواب داده ایستاده بودم نخواستم به حق اونها ظلم شود فقط با شما مشغول باشم و گفتم تون که یگان فرصتی معین دیگر صحبت کنیم و وقتی که اظهار نگرانی کردید من در حال زنگ زدم شما نبرداشتید. برادر از من خواطری نکنید من بهدر زنگ نمیزنم رقماتون یگان کردم نمیتونم به رقم شخصی خودتون زنگ زنید یک کم تا صحبت کنید التماس تمام یک التماس سلامت باشید. رستم بفرمایید. رستم هستید؟ رستم گپ زنید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر خوبه؟ سلامتون خوبه برادر؟ شکر به شما. زنده باشید. و برنامه خیلی خوب میبرین حضرت برنامه جالب میبرین چون که همین برادر گفتن انا البته همین کارهایی که بعضی در چیزی خیلی زندگی هست البته همین خیلی شخصیت ها هست پیدا میشود انا من چی گفتن هستم من میخواستم که یکون خیلی برنامه های تلویزیونی یکون برنامه های مثال که چنانه که مثال دیگه دولت ها دارن که 24 ساعت برنامه میگذارن خیلی برنامه تشکیل شدنی هست میتونم مخالفم بخی برنامه تشکیل کنم
برادر عزیز نمیدونم در پیمان ملی تاجیکستان یک چنین تصمیم هست یا نیست، اما شخصا کمانده پیام تیوی در همین تصمیم هست و ما کوشش کرده ایستادیم که تا به این حالت رفته رسیم. اگر نصیب باشد در همین تا تقریبا تا 4-5 ماه هست، 5-6 ماه هست، نصیب باشد به این هم رفته میرسیم انشالله. اقلا در سطح تلویزیون نباشد هم در سطح یوتیوب یا اینکه دیگر واسطه های اینترنتی ما یک کانالی خواهیم داشت که روزی دراز برنامه های جالب به طور نیمه پروفسیونالی باشد هم پیشنهاد خواهیم کرد. به این علاقه تصمیمش رو گرفتگی هستیم، کار کرده ایستادیم، تیم کار کرده ایستاده است و حتما بالای این کار رفته ایستاده است. مطمئن باشید که اقلا به نیمش رفته میرسیم. حالا تلویزیون داشتن یا که تلویزیونی مخابراتی داشتن خیلی قیمت است، ماهانه‌اش هم قیمت است، یعنی اجاره سپوتنیک خیلی قیمت است، اما باشد که مثلا گریم بعضی از برنامه‌های داشتگی ما پذیرایی شود و ما مبلغ دریافت کرده توانیم، حتما این هم پیاده خواهد شد. سلامت باشید. سلامت باشین. ما شما انشالله امیدواریم خدا و فکر میکنم که برنامه تشکیل شد، نه تنها همش در سیاست باشد اما برنامه تعلیمی، برنامه اخلاقی، آدابی، هم چیزا بسیار خوب میشه نظرت. سلامت باشین. زنده باشید. تشکر زیاد به شما. محمود شریپوف بفرمایید، دوام گپتون. برای هم خدا بشنوید نه میشنوم. خدا شکر نماز ما خونده گرفتم، وقت دادید. بهترین چیز برای هم خدا من گفتنی هستم که سیاست وقتی شخصی که سیاست می‌داره، این سیاست چیزی به حد وزین است. نه همه قناعت کرده میتونه، قوه صرف کرده میتونه. برای بسیاری ما در این جوانای ما هستن، من شخصا میدونم بعضا آدم هوا بلندم شدنش ممکن، بعضا اون درجه رسیدنش هم ممکنه. بعضی فکرها هسته، فکرهای چخوری من همین که یک خطاگی که سخن هست، رابطه هست، میتواند برای همین هیچ حرکت ضرر رسوند. یک سخنی همین اعضای یک گروه، اعضای و یک تشکیلات برای خدا بعضا نفرانی جوان که هستن اینه چکور درک نمیکنن. اگر چکور درک میکردن ممکن است خطاگی راه نمیدادن. بله. برای باید سرجم باشیم، پرطاقت باشیم و یکدیگر فکر می‌کنم چیفت ما باید حس کرده شود که ما برای یکدیگر تا آخر تا ابد ایستاده ایم. نه که یگان دشمن همین خیلی که صف نماز به همه یک صف میسد، همیشه یک صف ایستادن در که دشمن در اومده نتوند بین همین حزب و حرکت. بله. مسئله عادی شرط جان همین المپیادی که در فرانسه گذشت، یک قرقیزستان برای همین المپیاد برای ورزشگرای تیاری کردن، تیاری دیدن بین همین 4 سال به 22 میلیون دلار پول مبلغ صرف کرده. ولی اگر تاجیکستان پرسه بابری من 1 میلیون دلار هم نمیره. همونم اگر باشدن با قرض و پول تاجران و شخصای دست به خیر بودگیزده. برایش که نه ورزشگاه هست، نه مربی هست، نه مبلغ است، نه معاش است، کی این به تو خواهد میکنه؟ همه خیر. برای این باید از ما تاکید کردیم که دشمن خوب نیست،
بین ما و شب و روز کار کرده شده ما باید زیرکی سیاسی از دست دادنمون در کار نیست. دیگه برایش ما حتما همین گپ شما سخنهای طلایی هستن دوستان عزیز. کبیری هم به دنیا ستون نمی شود. کبیری حالا کبیری نه پرزیدنت است، نه وزیر است، نه سروزیر است، کسی نیست. در مخالفت هست. در مخالفت همون روز که حالا بعضی چیزهای مثلا اگر گفته گذاشتن، حالا اگر مصاحبه من با علیم شیرزمانف رو گوش کرده باشید، حالا در یک جلسه دیگر استعفای شراف‌الدین گدایف استعفای کبیری را طلب میکنند. میگویند که اینجا شورا از تو استعفا گفتی، استعفا نه، شورا باید آواز بدهد و استعفای محیدین کبیری را با آواز میمونند. متاسفانه یا خوشبختانه این آواز نمیگذارد. پس تو آدمی جمعیت باشی این رو اعتراف کن. البته این رو اعتراف کن. تو مثلا گریم گفته شده است که فلان نفر آدم از یک حزب بودن، این نگرانیت رو خود در داخل حزب میکردی، در داخل پیمان میکردی، این رو برطرف میکردی و پیشتر نوروزگیت رو میگفتی که در اینجا همین خیلی شده است. در اصل حالا چیزی که من خبر دارم، کسانی که مثلا حالا این اکای علیم گفت که اکثری کسانی که زید بر اومدن یا اینیشیتیو تشبوسی مثلا گریم محاکمه از صلاحیت بیرون شدن شراف‌الدین گدایف رو نه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بلکه حرکت آزاداندیشان به میان گذاشت. علیم شیرزمان گفت که من گذاشتم. برکناریاش رو هم یکی از عضوی حرکت آزاداندیشان گذاشتگی است که خودش در فیسبوک ذکر کرد. آقای سیدونیس استرافشانی از آزاداندیشان است، از نهضت نیست. پس چرا مثلا گریم این گپ‌های نو بوده؟ برای همین دوستان عزیز وقتی که ما در مخالفت هستیم در یک حالت جوانمردی رو فراموش نکنیم. جوانمردی رو فراموش نکنیم. چرا مثلا گریم ذکر نمی شود که شما با آواز موندید برکنار شدن رئیس پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری رو با آواز موندید، لیکن آوازتون نگذشت، لیکن این پیشنهادتون نگذشت. چرا درباره این گپ نمیزنید؟ این یک طرفی مسئله. طرف دیگه، طرف اساسی مسئله این است که اصلا چیزی مطرح اساسی به استعفا رفتن و در وظیفه ماندن رهبر پیمان ملی تاجیکستان کبیری نیست. چیزی مطرح اساسی همین است که چنونی که در رسانه ها گفته شد چیزی آشکار است. من به چیزهای داخلی آنها که آشکار نکردن کار ندارم. چیزهایی که در رسانه ها گفته شد این است که آقای شراف‌الدین گدایف چنونی که نقل کرده شده است، من با خودشان این شو را صحبت میگذارم و این ورسی آخرین نیست، اما ورسی که نشر شدگی است همین است که با چند چیزهای خارجی، سازمان‌های خارجی یا کشورهای علاهده خارجی صحبتی برکنار کردن امام رحمان رو کردگی هستند. آقای یا که برادرمان شراف‌الدین گدایف این رو مطرح کردگی هستند و آنها گفتگی هستند که در رأس قدرت پیمان ملی تاجیکستان حزب نهضت ایستاده است، این حزب اسلامی است، ما با اون همکاری کردن نیستیم، با شما همکاری میکنیم. اگر تو رئیس شوی این کار شده نیست. شراف‌الدین گدایف میگوید که من باید رئیس شوم، اگر من رئیس شوم امام رحمان رو چاپ میکنم. بسیار خوب. اونها کیستن؟ مثلا همین قوای خارجی کیستن؟ اقلا یک کمیسیون تشکیل در پای تو روان گپ زنن، شراف‌الدین گدایف راضی نمیشه. پس چیکار کردن در کار؟ یعنی به هر خارجی دست دادن در کار که از بالای ما چیکند؟ یعنی من اگر حالا با شراف‌الدین گدایف صحبت نکردم، اگر همین گپ درست باشد، برادر شراف‌الدین گدایف این کار نادرست است، من هم خیانت میدونم این رو، من هم از صلاحیت بیرون شدن میدونم اگر همین چیز درست باشد. و باز هم مثلا شما روزی نمیشتید که اونها کیستان؟ شورای سیاسی پیمان ملی تاجیکستان ندونن. این چه گپ است خودش؟
شما این رو موندید، این مسئله رو موندید، این خیانت رو موندید و اومدید به مطرح کردنی به استعفا رفتن یا نرفتنی رهبر پیمان ملی تاجیکستان. این رو مطرح کنید که واقعا این گپ درست است یا نیست. به در یک برآمدتون این رو مطرح کنید. هرچند گفته شده که نه من از نام پیمان ملی تاجیکستان، از نام جنبش یک قنات پیمان ملی تاجیکستان است. چیزی که مثلا گفتم جنبش میکند با پیمان ملی تاجیکستان میکند درست می وقتی که با جنبش کردنی هست چرا این مسئله رو میبیاید شما در جنبش که رئیس هستید الکای برای چی میبیاید در پیمان رئیس شدن میخواهید؟ در پیمان که رئیس شدن خواستید این چیز رو مطرح در پیمان میکنید. گفتید که من فقط همین واخوری هایم رو توسط جنبش کردم. کی همین مثلا گریم کدام احمق همین گپ شما رو باور میکند؟ شما از نام جنبش برآمد میکردید، از جنبش واخوری میگذروندید، لیکن این چیز باید در پیمان ملی تاجیکستان عملی شود بوده است. ماکسیمال چیزی که شما وقتی که یک قنات ائتلاف هستید دونسته باشید پرینسیپ ائتلاف همین است که ماکسیمال چیزی که شما در دایره جنبشتون میکنید جای اجرایشش همون جا است، از وی بالاتر نیست. جای اجرایش است که باید استقلالیت شما تامین باشد و شما هیچ کس دخالت نکند، شما آزادید. ماکسیمال جای عملی شویش همون جنبش است، همون جنبشه که شما رئیسید و اعضایتون رو دارید. ماکسیمال جای اجرایش همون است و اگر خواستید این رو در بالاتر مطرح کنید الکی در بالاتر باید با همون اهل بالا مطرح کنید و آنها در جریان باشن. از وی بالا که خیس کردید، از وی بالا که خودتون رو گرفتید، باید اهل اون رو در جریان گذارید که کیستن. مثلا گریم نه اگر از جنبشی رشد و اصلاحات بالاتر نباشد با همون اعضای خودتون مطرح میکنید. از وی بالاتر این رو عملی کردنی شدید با بالا مطرح میکنید. چرا همین یک عادی‌ترین الیمنتر چیز رو شما صرفم نمیرفتید و گفته شدید من همه واخوری‌هایم رو از نام جنبش کردگم، نه از نام پیمان. از نام جنبش میکنید میبینید در پیمان مطرح میکنید. وقتی که نیاز از نام جنبش کرده در پیمان مطرح کردن است، از این میبرید که او در دایره خود جنبش نیست، بالاتر از جنبش است، یعنی در دایره ائتلاف است، همه ائتلاف است. در اینجا باید روزگی در جریان گذاشتن شورای سیاسی پیمان باشد، شورای سیاسی ائتلافی که در اون شما هستید باشد. چرا این الیمنتر چیز رو رعایت نکردید؟ در این باره یک گپ زنید برآمد کنید گوش کنیم. اگر روزی باشید نویسید به من که من روزی هستم، آماده هستم، بدون هیچ چی با شفافیت در این مورد صحبت میکنم. من آماده هستم که با شما مصاحبه کنم جناب شراف‌الدین گدایف. شاکر جان زنده باشید. اوزر من خدمت بودم. یک آخران سخن، یک درست یک تحلیلی که من کردم برادر، من بگذار همین تمام شنونده ها گوش کننده. در تاریخ تاجیکستان وقتی که ظهور رئیس امنیت به اسارت می افتد، این حق است نه؟ اسارت گشته می بیاد میگه ترک وظیفه کردنی بود. گفت من در اسارت بودم، من نمیتونم وظیفه رو اجرا کنم، برای چی که بعد از این اگر تمام یگان عمل دیگه شود این برای من ضرر میبرد و برای دولت هم ضرر میبرد. اگر یادتون باشه شاکر جان وقتی که شراف‌الدین گدایف در اسارت افتید سری حکومت، من این فکری من است یکمش ولی نباید بود جانشین پیمان ملی شود، جانشین عضو شاید دیگه. باور کنید این اروی آداب همین قانون جاسوسی میگن، قانون سیاسی میگن، نباید شود بود. این یک. دویمش باور کنید همین حکومت رحمان و دیگر همون گرد اطرافی که میخوام برای مخالفین یاردم کنه، یک چیز ما عدس نباید فراموش کنیم که همین شراف‌الدین گدایف خطی سید جعفر عثمانوف یکجا کردن، میخواستن با انصارالله هم برای همین یکجا کنن. اگر که انصارالله من یکجا کردن، اگر که همین شراف‌الدین گدایف میگه که من خطی باید همه خیلی گپ داشتم، من خطی باید
مصلحت کرده بودم حال پیمان ملی یک عضو انصارالله حساب میکردم و بعد تمام عضویت که شخص مخالفینی که هست در اروپا همش میگرفتن چی میبرادن؟ تروریست میبرادن و با تاجیکستان یک میسپریدن. از همه بدترین کار همین. برای همین خاطر با میگم که زیرکی سیاسی از دست دادن در کار نیست. بگذار دشوار هست، وزین هست، دیگه هست، باید همون تک تک همون عضو تازه کردن در کار. برای که بین این 4 سال 5 سال 7 سال 10 سال بین عضو شخصیت‌ها پیدا شدگیان که خدا میدونه و خودش میدونه. برای همین خاطر برای همون موفقیت دیگه سلامت باشید. ما همه وقت دستگیرش مو. سلامت باشید، زنده باشید. تشکر زیاد شما. تماشاگران عزیز، یکی که شما میتوانید با استفاده از لینکی که در چت گذاشته شده است از نام مدیراتور ما که در آنجا نامش آزادی به زندانیان سیاسی است که لینکی وارد شدن به استودیو را گذاشته شده است در چت یوتیوب میتوانید از آن استفاده کنید. حتی در اپلیکیشن هم وجود دارد، میتوانید از آن استفاده کنید و با انگشت زدن به آن و اجازه دادن به استفاده میکروفون و کامera شما میتوانید وارد استودیو شوید. اگر نخواهید که کامراتون استفاده شود به کامera اجازه ندهید، تنها به میکروفون اجازه بدهید و وارد استودیو شوید و حتما فکر و نظر و اندیشه خودتون رو بگویید. هرچند ما مخالف اندیشه های شما باشیم هم گوش میکنیم، اگر جواب لازم باشد جوابتون میدهیم و کسانی که میخواهید مخالف اندیشه های ما گپ زنید، فقط یک چیز از شما خواهش است، آماده باشید که در بحث هستید. ما اول شما رو گوش میکنیم، گپتون رو نمیبریم، لیکن آماده این هم باشید که وقتی که شما صحبت کردید در شهر و توضیح صحبت شما ما که به سخن در آمدیم، شما هم آماده این باشید که وقتی که گپتون نبریده گوش کرده شد، شما هم گپ دیگران رو نبریده گوش کردن رو داشتگی باشید. کسانی که میخواهید توسط واتساپ زنگ زنید، چند کس اینجا گلسوای گوشل کردگی هستند. دوستان گلسوای گوشل نکنید. من در اینجا شما چی گفتگید نمیدونم، شاید او حرفای گپای شما مخصوص خودم باشد، به خودم یگان گپ زدگی هستید و نمیخواهید رسانه‌ای شود. من در اینجا شرایطی الهیده گوش کردن ندارم. برای گوش کردن حتما تگمه صدایی که به افیر می رود اون رو خاموش کنم. این تقریبا او رو کمتر از 1000 نفر تماشا کرده شدن، نسبت آنها بی حرمتی می شود. برای همین جلسه رو گوشل نکنید دوستان. زنگ زنید، من رقم شما رو نشان نمیدهم، نام شما رو نمیگویم و مخالف من هستید، جانبدار سخنهای من هستید، بی‌ملال صحبت کنید. جلسه ها لطفا گوشل نکنید. جلسه های شما گوشل کردگی در یک فرصت مناسبی که پیدا می شود در اون وقت گوش کرده می شود. حتی در بعد برنامه نیست، چون که بعد برنامه من خسته می شوم، از پی استراحت می شوم. برای همین دوستان عزیز کوشش کنید که زنگ بزنید. اگر میخواهید توسط لینک استریمیارد وارد شوید، با چت یوتیوب نگاه کنید، در اینجا شما رو دعوت کرده هستم توسط این سلکه داخل استودیو شوید. دوستان عزیز گفته لینک استریمیارد رو موندگی هستن، در با چت یوتیوب نظر کنید، در چت یوتیوب هست. حتی در زیر نوار هم در اپلیکیشن وجود دارد. حتی اگر کسانی که در فیسبوک هستید، در فیسبوک هم نمیخواهید ببینید، میخواهید به یوتیوب وارد شده ببینید، در اونجا سلکه یوتیوب هست، میتوانید توسط سلکه یوتیوب از فیسبوک به یوتیوب وارد شوید. بسیار نفران که نامشان رو کسایی که تماشا کرده است نشون میدهند از فیسبوک، من راضی هستم که شما از اونجا تماشا نکنید، بیاید از یوتیوب تماشا کنید. در اینجا نه نام شما رو نه نسب شما رو کسی نشان نمیدهد، نه لایک موندگی شما رو کسی نشان نمیدهد. برای همین دوستان عزیز از لایک موندن نهراسید. این لایک شما به ما خیلی کمک میکند که
این برنامه های ما تماشاگین زیادتری خود را پیدا کند و هوس ما را حالا از ما پیشنهاد کردن که برنامه های تلویزیونی داشتگی باشیم، طول 24 ساعت برنامه های خبری و تحلیلی و سیاسی، اجتماعی، اقتصادی داشتگی باشیم. ما آماده هستیم، در علاقه آمادگی خود را دیده ایستاده ایم. انا همین لایک شما و انا همین تشویق شما به ما انگیزه میبخشد، انگیزه ما را زیاد میکند تا اینکه گفته های شما را اجرا کنیم و در خدمت شمایان باشیم. دوستان عزیز، حالا این چند چیزها را این دوستان مطرح کردن، من هم گفتم، بعضی نظرهای خودم را گفتم. کسانی که وارد شدن میخواهید وارد شوید، پیوست میکنیم، یگان خیر شما رو انتظار نمیکنیم. برادر محمود شریفوف اشاره به آن کردن که در مخالفت بودن آسان نیست. حالا مراجعه من نه فقط به تماشابینان، به خود نفرانی که حالا در غربت به سر میبرند، در غربت هستند، در مسافرت، در مهاجرت، در پناهندگی هستند، حتی به پناهندگی مراجعت کردن، حجت‌هایشون رو تا به حال نگرفتند، کارشون در سود است، یعنی پروسس سودی رفته ایستاده است، مرافعه های سودی دارند و طول 5-6 سال حجت بازی کرده گشته اید. این صحبتی که من حاضر میکنم به سمع شما است. چقدری که دوستان عزیز در جریان مبارزه نباشید، همون قدر در غربت بودن شما می افزاید. چقدری که در جریان مبارزه و مقاومت نباشید، همون قدر برای تضعیف یا ضعیف شدن مبارزه و مقاومت و پرزور شدن طرف مقابل، یعنی رژیم تاجیکستان، شما مساعدت میکنید. یعنی شریکی ان همون ظالم. بیهوده بی‌طرفی بی‌شرفی نمیگویند. بیهوده بی‌طرفی بی‌شرفی نمیگویند. حالا اینجا از ما طلب کردن که ما تلویزیون داشتگی باشیم، لیکن دوستان عزیز این به گفتن آسان است. اما کسانی که میخواهید این رژیم برکنار شود و به جای او یک حکومت دموکراتی به میان بیاید، یک حکومت مردم سالار، یک حکومت مردمی به میان بیاید، اشتراک شما، شرکت شما هم در این مبارزه مهم است، ضرور است. ما نمیگوییم که مثل ما بیایید با چهره در اینجا برآمد کنید، جانتان را در خطر گذارید. فقط تنها نظری ما، مشورت ما این است که دوستان عزیز، راهی رو پیدا کنید در جریان مبارزه باشید. حتما سهمتان گذاشته خواهد شد. آزادی خواه بفرمایید. آزادی خواه گپ زنید. نفری که از توسط لینک استریم به استودیو وارد شدید بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامتی ها خوب، زندگی خوبان، احوالات خوبان؟ تشکر به شما. امروز یک نوار تماشا کردم، نوار شما رو تماشا کردم با برادر اکای علی شیرزمان. بسیار موضوع خوب طرح کردید، بسیار سخنهای خوب بود، بسیار گپ‌های زیادی را فهمیدیم. من در همین بین مخالفان مخالفت بدن با دوست دارم. بله، همین خطر است. برای که حکومت آینده ما نباید یک نفر باشد. بله. ما نباید برای مهدین مکبری را بمانیم و بگیم مهدین کبیری پیشوای ما. باید حکومت ما یک حکومتی باشد که مخالفت داشته باشد. مردم دعوا کنند، خلقها دعوا کنند، رئیس های نوعی ها دعوا کنند، دیپوتات های خلقی دعوا کنند. همه خواهشاتی که مردم داره همه را از دولت دعوا کنه، حقیقت شه. به همین خاطر من با برادر شرفدین گدایف هم یگان گپی بدم نمیگم. یگان چی در نسبت او فکری خود شه.
کاری خدشای بله دعوای خدشای یگان کاری بعد نشان نداده است اون نشان داد که ما هر چی که هست آزادیم دولت آزاد میسازیم دولت میسازیم که هر کی میختونه دعوا میکنه حقوق خودش هم خواهشات خودش پیشکش میکنه هم خاطر بسیار برنامه خوب بود من خیلی از این برنامه شما برای شما تشکر میگم اکا شوکت دیگه برنامه تو زیاد باشه انشالله که با در علاقه ایم سلامت باشید آباد باشه شوکت اکا ببینید بعضی از کارهایی که ما میکنیم تمام ملت رو به تشویش میبرد برای همین هر سخن جایی و هر نقطه مرا دارد باید قدم های شخص سیاستمدار وقتی که قدم میگذارد باید قدم هایش شموریده شده باشد خودش نمیشمارد سیاستمدار قدم هایش رو قدم های او رو دیگران میشمارند حالا قدم کجا ذره هایی که از تگ قدمت بالا می شود اون ذره ها به حساب گرفته می شود که اون ذره ها به چه خاطر بود قدم های مانده شدگی تو به چه خاطر بود این واهمه نیست دوستان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید برادر عزیز و گرامی عبدالله. سلامت باشین، سربلند باشین. زنده باشید. وطن تنج است، همه تنج. خدا را شکر الحمدلله. زنده باشید. بفرمایید. در مسئله گویم که مسئله روز معمای روز البته کلا که امروزه همین روزه حالت من گفتنی هستم که نه اینکه رفتن شراف‌الدین باز از گروه 24 رانده شدن عبیدالله سعیدی البته این عملها کلا من فکر میکنم که حل شونده بود در داخل همین حرکت ها بعضی کلا که در وقتی که فعالیت سیاسی می شود انسان ها اشتباهی سیاسی میکنند بعضی عمل های می شود که البته ندانسته یا که دانسته این عمل رو میکنند از برای همین نفرهایی که همسنگر هستند با اون نفر مثل گپ چند سالها یا که چند وقتها به یک مقصد حرکت میکردن باید که این نفرها رو اصلاح میکردن البته برای چی برای اون که اگر که هدف مقصد عزت شرف مردم به مردم برگرداندن مالکیت مردم به مردم برگرداندن مردم از ظلم آزاد کردن باشد البته چی در یک مقصد آمدن ممکن یکی وقتی که اگر که گویم که هر نفر میخواهد که شاه باشد یا که رئیس باشد یا که او تصمیم گیرنده باشد البته در اون وقت چی به یگان مقصد اومده نمیشود امروزه حالتی که هست در بین مبارزان تاجیک یا که مخالفان تاجیک امروزه حالت البته رژیم رحمانوف را شاد کرد برای که رژیم به مقصدش رسیده ایستاده است پراکندگی مبارزان این چی است بریدن یا که به غلبه رسیدن این رژیم است از برای همین وقتی که من نگاه کردم کلا مراجعت شراف‌الدین گدایف رو با چند مثال مسئله ها یکی اون است که گویا که محیدین کبیری چند وقت رئیس پیمان است باید که چی میشد از همین وظیفه برکنار میشد و دیگر نفر به جای وی می آمد البته این چیز در داخلی باید پیمان حل میشد خیلی که امروز علیم شیرزمانوف گفت آوازدهی میشد اگر که مردم همون نفری که اعضای پیمان هستند انتخاب میکردن باز همون نفر در وظیفهش میموند مشکلاتی نبود برای چی این یک گویم که منصبی بزرگی نیست دیگر مسئله که هست دیگر مسئله در مسئله سید یونس و استراوشنی که گویا که جاسوس است این دوم مسئله سوم مسئله که هست از جانب پیمان است که خیلی که علیم شیرزمانوف گفت و خیلی شما هم گفتید شراف‌الدین گدایف به اجازت همون
اعضاهای پیمان یا که رئیس پیمان و دیگر اعضاهای گروه به اجازت اونها رفته با کدام صحبت کرده است و میخواست است که همون شرط ها یا که گویم که نقشه هایی که همون یک گویم که چی میشود ارگانیزاسیا یک مقامات ابرقدرت نمیدونم اروپا است یا کدام کشوری میخواست است که مثال شرف الدین همچون رئیس پیمان بیند. البته این مسئله هم البته چی بود برای من حیرت آور بود که این مسئله هم باید چی میشد وقتی که در داخل پیمان این مسئله حل میشد، لیکن این چیزها بیرون شد. برای چی شرف الدین گدایف اگر که نسبت پیمان یگان عملهای ناشایسته کرده باشد این مسئله در داخل پیمان حل نشد، یا که گویم که در حقیقت که سید یونس استراوشنی جاسوس باشد برای چی در داخل پیمان همین حل نشد، همون نفر از پیمان نراندن. مثلا بسیار سوال هایی که هست که البته از هر دو طرف برداشته شد، این چیز باید در داخل پیمان حل خودش را میافت اگر که نفرها صادق باشند به راهشون. لیکن بعد از که ما میبینیم که نفرها را از حرکت ها میرانند، بعدین میبرایم به مردم میگن که فلانچی جاسوس بود، فلانچی خیانتکار بود، یا که چقدر که یک برادر گفتن در اسارت بود به وای چیز مثلا اعتماد کرده نمیشه. لیکن اعتماد کردن در پیمان بود چندقدر کم باشد زیاد باشد برای منفعت مردم یا که برای منفعت گویم که برای پیشرفت پیمان شرف الدین خدمت کرد. البته دیگر نفرها هم که با شرف الدین همسنگر بودن هم فکر بودن باید که اگر که اشتباهی کرده باشند از اونها چی میکرد، اونها را علاهیدگی میگفت که برادر همین چیزها را من در تو میبینم که تو فلانچی خیانتکار هستی، جاسوس هستی، توبه کن. برای منفعت مردم جاسوسی چی است؟ به منفعت مردم یگان فایده ای نمیبیارد. جاسوسی به یک کشور او منفعت او کشور پیش میکند. باید که این چیزها با او شخص گپ زده میشد. از برای همین بسیار معماهایی که هست امروز در داخل همه گروه فرقی نمیکند پیمان است یا که 24 است، این همه مشکلاتی که نسبت برادر بد گفتن این چی است؟ این ناعدالتی نسبت یکدیگر است. برای چی شما اگر که در حقیقت در براتون جاسوس است، برای چی وقتی که در پیمان بودید نمیگویید که فلانچی جاسوس است؟ نه اینکه بعد از رانده شدن. یا که شرف الدین همین گونه عملها رو کرده است، بگذار که اظهارات چی میشد بر وقتتر چی میشد که برادر شرف الدین گدایف انمی عملها رو کرده ایستاده است، با پیمان هم فکر نیست. باید که همین خدمت شد که برادر شرف الدین هم گفته میشد که برادر نمیخوایی با رئیس پیمان و با دیگر حزبایی که در پیمان هست چیکار کنی؟ موافقت کنی، با اونها مصلحت کنی، برای که نقشه که یک پیمان باید که هم فکری همه همسنگرا باید باشد، نه اینکه یک نفر تصمیم گیرنده باشد. برای که چند حزب چند گروه در پیمان بود. از برای همین این چیزها در داخل پیمان حل میشد. من فکر میکنم آوازتان نیست. نگاه کنید، من یک اینجا سوال دارم. به شما که شخصی تحصیل دیده هستید، حتی معلومات دنیویتون هم به قوت است، شما تحصیل دیده در مکاتب عالی فدراسیون روسیه هستید. نگاه کنید، مثلا گریم شما به یک اساسیاسیون از نام فرض کردیم از نام یک کالخوز از نام یک کلکتیو است، به یک اساسیاسیون اعضا هستید و در دوره کلکتیو خودتون یا در دوره کالخوز خودتون شما با کی مثلا گریم با کدام شرکت همکاری میکنید، با کدام شرکت دادگرفت میکنید، با کدام شرکت مثلا گریم مناسبت تجارتی میکنید، این کار شما است. بله. نباید یگان کس به این کار شما دخالت کند. از نام شرکت میره، از نام کلکتیوتون میروید با کی صحبت میکنید، با کی گفتگو میکنید، این کار شخصی شما است و ماکسیمال جای همون صحبت های شما، نتیجه های صحبت های شما و نتیجه های
گپزنان شما هم ماکسیمال جای اجرا شویش هم همین داخل کلکتیو شما است. درست است؟ بله بله. و وقتی که میخواهید که شما چیزهایی که همچون رئیسی همین کلکتیو رئیسی همون جنبی شما صحبت کردید و بسیار صحبت خوب بوده است و بسیار مصلحت خوب بوده است، میخواهید که در سطح اسوسیاسیون این چیز مطرح شود، این چیز عملی شود، علاقه باید شما اسوسیاسیون رو در جریان گذارید. البته من یک ایده خوب دارم، ایده خوب دارم که اون ایده علاقه در جنبش هم دیدم که خیلی عملی کردم و در تجربه دیدم که خوب بوده است. میخوام همین چیز رو در اسوسیاسیون یعنی در فدراسیون معلوم کنم. شما یک سوبیکتی فدراسیون هستید یا یک سوبیکتی مثلا گیم ائتلاف هستید، یک سوبیکتی کلکتیو هستید. وقتی که شما یک سوبیکتی کلکتیو هستید، اون سوبیکت مثلا گریم باید ابیکت رو در جریان گذارد، نه؟ درست. من همین را میگم که اگر که در حقیقت اون چیزی که علیم شیرزمانوف صبح گفتن من تماشا کردم، برای که این یک گویم که مشکلاتی روز است، یک معمای روز است. از برایم صبح خستم نگاه کردم یوتیوب چی نویگری هست، در بعد فیسبوک تماشا کردم، دیدم که 27 دقیقه قبل همون ویدیوی گفتگو با علیم شیرزمانوف هم سحر تماشا کردم، بعد از 27 دقیقه که بعد از نشر شما. بعد در همون جا علیم شیرزمانوف میگه که سببش اون است که به اجازت یا که به مصلحت حرکت شرف الدین گدایف با کدام نفرها گفتگو کرده است، ملاقات کرده است. البته این وقتی که در حقیقت که وقتی که اعضای یک گروه هست باید که با همون همسنگران مصلحت میشد که ممکن که همسنگران رازگی ندهند، برای که تو یک خود تصمیم گیرنده نیستی، اونجا تصمیم گیرنده چه است؟ جمعیت است. باید که جمعیت تصمیم گیرد، رازگی دهد، بعد نقشه کشیده شود، بعد تیپ نقشه باید چیکار کند؟ همون صحبت یا همون کار عملی کرده شود. این درست است. اگر که اون چیزی که شما میگویید از همون چیزی که مثال پیمان میگوید، من در اونجا نبودم، من برای همین بعضی نفرها زنگ زدن. فقط کسایی که در این جلسه شرکت داشتن یک کمتر زیر باری تنقید خودم گرفتم، چون که یک آدم کریتیک هستم. من گفتم شما چه هستید که یک نفر مثلا گریم استعفایتون رو طلب کند رو برکنار بکنید. گفتم که این مسئله مثلا به نظر من برای چی این مسئله مطرح شد؟ تنها همین مسئله مطرح شد برای اینکه این گپ خریدار دارد. ما در زیر بلای یک دیکتاتور موندگی هستیم که طول چندین سال مثلا در سر قدرت است. این گپ خریدار دارد، تنها همین گپ مطرح شد به نظر شخصی من. بله. من وقتی از من پرسیدن چند نفر چی فکر داری، من گفتم که من فکر این طرف هم گوش کردم، لیکن انیق و دقیق گفتن نمیتونم که کدام طرف حق است در این مسئله. کلا که این مسئله بیرون نمیبرد از داخل پیمان. اگر که اون چیزی که امروز پیمان میگوید که شرف الدین این عملها رو اجرا کرد، میشد که این مسئله را در داخل پیمان حل کرد و شرف الدین نصیحت کرد، دیگر کار کرد. مثالی اگر که گویم که البته کادر جوان از شرف الدین گدایف و نفرهایی که در پیمان هستند نفرهای سال خورده هستند، در سیاست تجربه دارند، ممکن که کادر جوان خطاگی میکنند. از برای ممکن نصیحت میکرد، میگفت که انا این کارت نادرست است، برای که بعضی همون ساختار حرکتی که از چند گروه عبارت است، باید که این گویم که وظیفه خود در نسل دیگر حرکت ها را میفهموندن که تو یک نفر نیستی، تو در پیش دیگر حرکت ها هم چی هستی؟ وظیفه دار هستی که اونها را هم چیکار کنی؟ با همون نقشه های خودت آشنا کنی، با دیگرها هم مصلحت کنی. بعد این چیز چی شود؟ با مصلحت یک برنامه ریزی شود، طبق برنامه حرکت کنی. نه اینکه بعداً باید خارج کرد. شرف الدین میگه که از حسابی که من طلب کردم مثالی که سید یونس استرابشنی را چیکار کنن از گروه پیمان رانده شود، یا که کبیری از پیمان برکنار شود، رئیسی دیگر نفر انتخاب شود. البته اگر که سبب رانده شدن شرف الدین این باشد، البته چی است؟ یک خطاگی بزرگ است. اگر که پیمان برای همین شرف الدین را رانده باشد، یک خطاگی بزرگ است. لیکن اگر که گویم که نه، شرف الدین
به اجازتی همون همسنگراش خودش گویم که با اختیار خودش دیگرها رو حرمت عزت نکرد، با دیگرها صحبت نکرد، مصلحت نکرد، قابل مصلحت ندانست دیگرها را و رفت خودسرانه یک عمل رو اجرا کرد و بعدین همون آن چیزی که گفتن علیم شیرزمانوف همون چیز رو طلب کرد. من میگم که این عملا نادرست است. باید که با دیگرها چی میشد؟ اگر به صحبت من با علیم شیرزمانوف فهمید داده باشد، حتما من اگر راضی باشند با برادر شراف‌الدین هم صحبت خواهم کرد. ولی پیش از این حادثه ها یک مشورت داشتیم که یک صحبتی یک مصاحبه خوب داشته که باشه. با شراف‌الدین یک مشورت هم داشتیم. ان شاء الله امیدوارم که در همون گپشون ایستادن و حتما صحبت خواهیم کرد و فکر اون کس رو هم میگم. لیکن وقتی اگر به من صحبت من با علیم شیرزمانوف شما احمد داده باشید، علیم شیرزمانوف گفتن که ما نه در این آخرین وقتی که شراف‌الدین گدایف از چی رفتند در این جلسه که از پیمان ملی تاجیکستان رفتند، نه در این بلکه دو جلسه پیشتر، یعنی در جلسه اول در یک از جلسه های اول با طلب شراف‌الدین گدایف استعفای رهبر پیمان ملی تاجیکستان موحیدین کبیری مطرح شده است. با آواز مونده شده است. درست که اونجا همون دو جلسه پیش من چی نکردم، لیکن همون اون چیزی که گفتن که ما همین چیز با طلب شراف‌الدین موندیم و موحیدین کبیری غالب آمد و در همون چی مقامش موند گفتن. این چیز من شنیدم، البته که در همون جا گفتن و اینش هم باید باشه، ولی دوامش من نمیدونم. شما هم حقوق دون هستید، یک کم در حقوق به حقوق من هم صرفا میروم. اگر در شروع سیاسی مثلا گریم استعفای کبیری مطرح شد و یعنی طبق آواز اکثریت موحیدین کبیری از سمت رهبریت پیمان ملی تاجیکستان برکنار شد، در اینجا اتوماتیکی مثلا گریم به طور اتوماتیک شراف‌الدین گدایف رئیس کی نمیشود. در اینجا باز آوازدهی به میون میبیاید. بله درست. برای این گفتن که نه، اونجا طلب این شده است که بسیار برنامه‌های خوب دارم، من بسیار گفتشنیدهای خوب داشته هستم با بعضی از کشورها و نامش رو به شما نمیگویم، این سر است و اگر من رئیس شوم این چیزها عملی می شود. بله اینم من شنیدم از زبان علیم شیرزمانوف. از برای همین من با همون نفری که امروز صحبت کردم تقریبا قریب 1 ساعت صحبت کردم. علیم شیرزمانوف بعضی سوال‌هایی که من دادم جواب ندادم، مثلا جواب ندادن و نخواستند جواب بدهند. مثلا من کمی خیلی چی کردم، چون که این خیلی من نرنجیدم به خاطر اون که همین انسان بسیاری از سرهای داخلی مثلا گریم یک ائتلاف رو نگاه داشتن خواست، یا که نخواست که مثلا گریم تا به حد اکستریمالی یا که تو به حد زیاده روی در حق شراف‌الدین گپ زدگی باشد. بله از دایره آدمگری نخواست مثال گریم کنارتر رفته همه چیزهایی که همه گپایی که در داخل همون صحبت به میان آمدگی است مطرح کند. کوشش کرد که مثلا گریم درباره خود شراف‌الدین برادر شراف‌الدین گدایف همه سخنها مثلا گریم برکشیده در ترازو باشند. بله خیلی این انسان کوشش کرد. من اهمیت دادم، خیلی فکر کرده، با تفکر، با تدبر، آهسته، با تأمل صحبت میکرد. این نشانگری اون بود که خیلی در همین صحبت مسئولیت احساس میکرد. این خیلی آزاد نه، آزاد فلان نامرد این آدم این خیلی است نه، در همین صحبتش من احساس کردم که خیلی بلند مسئولیت احساس میکرد. من اینقدر با علیم بسیار نشستگی نیستم، لیکن در همین صحبتم خیلی احترامم نسبت به علیم افزود. خیلی انسانی که به درجه بلند مسئولیت احساس میکند و وقتی که درباره شما
او احساس من که از نزدیک از علیم شیرزمانش بود او احساس به فکرم تو از نزدیک چی نکنید احساس نمیکنید. البته همین خیر بود که وقتی که درباره همون مثلا رفتن شراف‌الدین گدایف گپ میزنه دل جگرش سوخته شده است، از درونش گوی بوی سوختگی آمده شده است. نه البته که وقتی که نگاه کنید که بعضی برادر شراف‌الدین باشد یا دیگر نفرها باشد میگویند که ما فردا به تاجیکستان میپیویم. با چی میپیویم؟ وقتی که حزب حرکت یا که حرکت‌های سیاسی پراکنده میشوند بین حرکت اعضاهای حرکت امروز اوکی خوب مایلی شراف‌الدین گدایف اظهارات خودش را پخش کرد، مثلا پیمان هم اظهارات خودش را پخش کرد. بعدین نگاه کنید که لگنبرداران از این طرف از اون طرف میبیایند، دیگر یک نفر میبیاید یا 10 نفر میبیارد شراف‌الدین تحقیر میکند، حقارت میکند با 10 نفر دیگر کبیری رو. البته در این وقت چه خیلی بینی گویم که مخالفین بینشان یک دوستی میشود. میفهمید؟ این طرف وقتی که کامنت ها رو میخونید، من همین خیلی نفر هستم کامنت رو میخونم، لیکن وقتی که بحث های بین نفرها میشود یک دیگر رو بد میکنم، من لایک نمیمونم، برای که من نمیخواهم که در همون عمل های مثالی گپ نوانصافی نسبت یک دیگریشان من شریک شدن نمیخواهم. مثالی نه من همین خلیص میکنم، لیکن نگاه میکنید نفرها میبیایند تحقیر میکنند، حقارت میکنند. بگذار این نفرها هر دوشان مسئول است، فرقی نمیکند. باید که بگذار بین خودشان این مسئله را مطرح کنند، حل این مسئله را بینشان یابند. شما کی هستید؟ شما مخالف هستید؟ شما میخواهید که آینده این ملت متحد شود، دوستی باشد؟ وقتی که در بین شما دوستی نیست، در بین شما دشمنی است، چه خیلی شما میتوانید ملت یک جای کنید؟ انا این سوال برای همه است، برای همه گروه های سیاسی است. یا که میگوید که یک دولت برای من یک چیز پیشنهاد کرده ایستاده است، من میگم که برای چی کدام دولت برای شما یک چیز پیشنهاد میکند؟ با کدام عملی خوبی شما، با کدام عملی خوبی شما؟ منفعت دو جانبه باید باشد. البته قوه ندارید، قوه ندارید. منفعت اون که مثلا گریم تو رو میخواست به مقصدت برساند، منفعتش چی است؟ اقلا به این سوال باید جواب داشته باشید. البته باید که قوه‌ای تو رو بینه. امروز هر یک مثالی که دولت هایی که ابرقدرت گویم که اکسپرت ها دارن، اونها نظر میکنن، میبینن که امروز چی است، در کدام حالت مخالفین تاجیک قرار دارند، گروه های مخالفین تاجیک قرار دارند. البته که این مخالفین اگر یک جای شود، یک گویم که در اروپا از همه مخالفین قوی ترینی که این مخالفین تاجیک می شود. لیکن از بس که همجا یک نفر رو گوش کنیم باز صحبت میکنیم. مرزا خوجا بفرمایید. مرزا خوجا سید خوجایف گپ میزنید، میکروفونتون رو فعال کنید لطفا. انا گپ زنید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. همین نکن شوکت یک نفر دامد یکم زنگ که زدن یک نفر دامد راست دیگر بسیار هوای گوش کردیم، بسیار عصبمون ویران شد. راست گپ شما احسن به این طاقتتان همون یک بیسواد یک نفری که عموما از گپ زنش حتی معاشرت گپ زدن با یک انسانی که او را دیدگی نیست، همچون یک نفری که فقط عکسش رو در تلویزیون دیده ای، این گونه معاشرت کردن، این گونه سخنهای درست گفتن، همین خیلی ها اکن شوکت التماس همین خیلی ها را دعوت کنید که با چهره برای من برادر عزیز همین مسئله یک کمتر نظرم از شما فرق میکند. نظر من از همین است که یک تو انسان خودش رو به جمعیت نزند آدم جمعیتی نمیشود. تو انسان خودش رو به جمعیت نزند فکر میکند که همه گپ رو او میدوند و همه کاری او درست است و فقط دیگران هستند که خطاکار هستند. اما وقتی که همین نفرایی که واقعا میبرایند ضد من گپ میزنن یا با تاخیر گپ میزنن، این اولی کارشون هست یا اینکه اگر اینها انا همین خیلی اومده در همین صحبت ها یک بار ضد خودشان گپ زنی رو گوش کنن، یک بار گپ رو در موبایل پرتوین و گپشان چه خیلی عکس العمل میدهد
و چه خیلی به گپ‌هایشون واکنش میشود اینها رو تجربه کنن این خیلی انسان ها رفته رفته خیلی انسان های خوب میشن. برای همین در جامعه این گپ رو نمیدوند این دغل گپ است این گپش نادرست است گفته ما بین خود و بین جامعه نباید فاصله ایجاد کنیم یا که شلاگباوم پرتیم، چون که شرایط تاجیکستانی عزیزی ما کشور عزیزی ما در حالی هست که متاسفانه اکثریت در همین حال هستند. متاسفانه اگر ما بین خود بین جامعه شلاگباوم پرتیم اینها چگونه مثلا گریم در جامعه وزن خودشون رو میسنجند. به اینها شانس دادن در کار است که بیان یک بار وزنشون رو در جامعه بسنجند. سلامت باشید برادر عزیز. زنده باشید. سلامت. زنده باشید. وطندار بفرمایید. وطندار رفتن. دوام تید. از برای همین چیزهایی که هست بین تفریقه بین حرکت ها و گویم که بدبینی نسبت یکدیگر، البته یگان حرکتی گویم که مخالفین بالای حکومت نمی بیارد و مردمی مظلومی تاجیک از این ظلم از این شکنجه از این مشکلات هایی که از هم در داخل هم در بیرون آزاد کرده نمی تواند. از برای همین وقتی که شما در مبارزه هستید شخص پرست نشوید. بلکه کبیری یا شرافالدین گدایف نه. مبارزه عزت شرف مردم، دین مردم، آیین مردم، ناموس مردم برای شما این چیز باید چی باشد؟ ضرورتر و مهمتر باشد. کبیری انسان است، گدایف انسان است، اشارف انسان است، دادا جان عطاالله انسان است، من انسان هستم، اکای شوکت و دیگرها همه انسان هستند، خطاگی میکنند. بله. از برای همین باید این خطاگی را که مردم که بسیار است مردم ببیند باید که مردم اصلاح کند. لگن برداری نه. آمده مثالی گویم که شرافالدین خوب بود بهتر بود شرافالدین زور است نه، یا که آمده کبیری زور است نه. البته که این مشکلات بین این دو نفر است و با دو اعضای پیمان دیگر دو نفر علیم شیرزمانوف و الهام جان هم اعضای پیمان است. باید که اینها بینشون برایند این چیز شفاف کنند برای مردم. همین مشکلات که آمد گپ ها به یکدیگر مطابق نمی آید باید برایند آشکار به مردم گویند که سبب این ماجرا چی بود. این حل می شود. نباشد اگر که امروز شرافالدین یک اظهارات پخش کند پگه پیمان پخش کند باز شرافالدین میکند دیگر همین خیل در این مسئله یگان روشنی نمی شود. حالا شما دیدید اظهارات پیمان ملی تاجیکستان در همین قضیه دیدید چقدر بود؟ آره من خواندم البته. یا 2 جمله یا 3 جمله بود. آره بله. لیکن اعضای پیمان سید یونس را استراوشنی چند اظهارات نوشتند. بله. در اصل همین اظهاراتی که سید یونس استراوشنی برای چی دومندار اظهارات نویس برای که او سید یونس استراوشنی در قضیه رنگی میتخو چکربورت و گلاونی رول شد. بله. برای همین علامش کرد اظهارات نویس چون که هم او جاسوس ایران دانسته شد من این خیلی نهاد داشتن ایران رو فقط از شرافالدین فهمیدم که ایران خیلی نهاد داشته است. باور کنید با همین چی نوشته شد که جاسوس ایران است و کارمند خدمات امنیتی ایران است. این بسیار اتهام سخت بود. اما شما نگاه کنید وقتی که سید یونس استراوشنی گپ زد و مثال گریم این مسئله رو مطرح کرد و گفت که بسیار بعضی چیزها رو برای همین او کشید. من مسئله شخصایی که با رسانه سر کار دارند یا که رسانه داری کرده اند یا که عموما فعل ژورنالیستی دارند من از همین خیلی انسان ها خیلی خوف دارم.
شخصا من این خیلی آدم ها خودشون رو بسیار سخت داشته نمیتونن، حتما یگان چیز گفتنشون در کار، یگان جواب گفتنشون در کار و حتما خودشون رو در رأس رسانه نگاه داشتنشون در کار. و من امیدوارم که خاراکتر سید اسرافشانی برای در رأس رسانه خودش رو نگاه داشتن نه، اما چیش این بود که در حال باید جوابش رو بگیرد. درست دیدید که مثلا گریم دو تا چیزی مطرح کرده شراف‌الدین گدایف، خودی همون پگی روزش علاکه اظهاراتی یک روز پیش نوشته شدگی در حال فرداش میبینی که علاکه اظهارات دیگر شده است. دو تا چیز در اونجا شراف‌الدین گدایف دیگر کردگی بود. یکیش همون گپش درباره سید یونس اسرافشانی رو برداشت، بعد از این گپای سید یونس اسرافشانی که او تهدید کرد که بعضی دیگر مسائل هست که حتما من میگویم، گفت مثلا سید اسرافشانی در حال این رو برداشت. بعد از اون چیزی دیگر در اونجا گفته شده بود که همین طلبی استعفا و طلبی ناراحتی از سست فعالیتی پیمان ملی تاجیکستان را هم جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان، هم آزاداندشان و همین همه ائتلاف کرده هستند، اما این به این اینوبت داده نمی شود. به زبان روسی گفته شده بود. این گپ هم برداشته شد، چون که مثلا گریم به این گپ نه آزاداندشان روزی است، نه اساسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی روزی است، نه خود در جنبش بودگی شخصا روزی شدن، یا خودش تنها مون در حال این رو برداشت. من این بعدین اگر تغییرات در آورده باشد نخوندم، لیکن این صبح وقتی که همون چی جمله که نوشته شده است که دیگر حرکت ها هم راضی نیستند، من صبح وقتی که گفتگو با علیم شیرزمانوف بود، من فکر کردم که علیم شیرزمانوف هم از پیمان خارج شده است. در این مسئله بحث صحبت است، یک در اومدم که علیم شیرزمانوف همچون معاون کبیری به سوالهای رفتن شراف‌الدین گدایف جواب داده ایستاده است. من البته که در حیرت افتادم، برای چی که در اونجا این گونه نوشته شده بود، لیکن علیم شیرزمانوف در پیمان مانده است، باید که این هم میرفت. این یک چیزی که است. بعدین البته ممکن همین گونه باشد، لیکن یک چیزی که است که وقتی که نسبت پیمان شراف‌الدین گدایف نویس، پیمان دو جمله جواب گرداند و سید یونس اسرافشانی مثل دامنه‌دار نویستند، من میگویم که باید که سید یونس اسرافشانی نمی نویسند، این کار باید که پیمان انجام میداد. من فکر کردم که باز همینجا یک بازی است که پیمان خودش جواب داده نمیتوند، سید یونس اسرافشانی را گفت که جواب ده زن، سید یونس اسرافشانی از اون طرف میزند. میفهمید؟ برای که من پیگیری کردم یک نفر پرسید، تنگ آورد سید یونس اسرافشانی رو، تنگ آورد، گفت که خیر همین چیزی رو مثلا گریم شما چی خیل گپ زده ایستاده دست پیش خودتون، یا اینکه پیمان ملی تاجیکستان شما رو چی کرد با مصلحت کار کرده ایستاده؟ تنگش آورد، بعد گفت که نه من از پیش خودم کرده ایستادم، چون که واقعا تا جایی که من خبر دارم از پیش خودشون کرده ایستاده بودن و خصوصا به نظر من اونجا جایی که خودشون مطرح بودن با اون دخالت میکردن، جایی که خودشون مطرح بودن همین جاسوسی ها دخالت میکردن، با جایی که اون کس مثلا گریم دخلشون نیست دخل نمیکردن و گپایی که در داخلی جلسه پیمان ملی تاجیکستان شدگی بود در داخل میموند و وقتی که این کس مثلا گریم بی‌ملال همه چیز رو آشکار کردن و من گفتم که حتما اینها رو پرسیدن نکن که اینجا چی حادثه روی داده است. مثلا با گفته شده است که بعضی چیزهای دیگر است که من نگفته شدم میگویم گفته شده است مثلا گریم. بله من از برای همین من گفتم که اون چیزی که در جلسه در داخل پیمان است چه خیلی این چیز آشکار می شود به اجازت البته که سرکشی یا که به اجازت رئیس پیمان و اون نفرهای کلیدی هستند، این چیز باید نبشد. من فکر کردم بعد خوندم گفتم که ممکن از بالا فقط آب دیگر طرف شدن آب از دیگر طرف اومده است از طرف شراف‌الدین. میفهمید؟ حالا به نظر من اینجا نگاه کنید یک چیزهای تاجیکانه، یک غریزه های تاجیکانه. خب من نمیخوام با این حرفام
مثلا ملت خودم میپسندم، لیکن به فکر من اینیشیاتور یا تشبثکار یا که پیشنهاد اولینه که همچون خیانتکار، همچون شخص خیانت کرده برای برکنار کردن شراف‌الدین گدایف از شورای سیاسی پیمان ملی تاجیکستان مطرح کنه، به فکر همین آقای سیدونیسی استرافشانی بودگی. چونکه این آدم در همین چوش وقتی مطرح کرده شده است یک خیانت سخت قبول کرده است که خیلی تو در سیاست میبینی باقی همکاری کردنت نمیگفته ای، او طرفی همکاری کننده با تو کی است نمیگفته ای، منفعت ها مثلا گریم او در کمک با ما چی منفعت داشته است مطرح نمیکرده که ما بفهمیم که او منفعت هاش چی است، برای منفعت ملی ما ضرر میرسوند نمیرسوند، باید تو کله تو یک کله ای، اینجا چند کله موجود است، باید یک کله ها رو به جنگ بیاندازی که نظرها رو باید به جنگ اندازی که چی حاصل میبیاید. شاید بله مثال گیم از این میبراید که نگاه کنید بعضی چیزها ناگفته هم یک کم خودش آشکار میشود. نگاه کنید فرض کردیم همین نظری که برادر شراف‌الدین گدایف یک نظری پخته رسیدگی نظری موافق است، فرض کردیم بگذار یک چیزی پخته رسیدگی و یک پروژه پخته رسیدگی موافق است. از این پروژه پخته رسیدگی موافق تو که در پیمان ملی تاجیکستان هستی، با پیمان ملی تاجیکستان این را پیاده کردنی هستی، با پیمان ملی تاجیکستان این پروژه را پیاده کردنی هستی، این پروژه پخته رسیدگی با پیمان ملی تاجیکستان مطرح نشده است، در پیمان ملی تاجیکستان پخته نرسیده است، با پخته رسیدگی است، با کی پزوندی همین رو تا درجه پخته رسیدن با کی پزوندی، همین تا کجا مثلا گریم با عقل سالم راست میگوید، در کجا پزوندی این رو؟ جایی که تو پزوندی که برادرانت باید ندانند و به تو کمک کنند که مثلا گریم تو اون پروژه رو پیاده کنی، چه خیل مثلا با چشم بسته این شریکانی تو در پالی تو میشوند، با چشم بسته این رو چه خیل فکر کرده برآمدی؟ بله اگر که همون گفته های اونها همین گونه باشد البته که این اشتباه است، لیکن گپ شراف‌الدین درست باشد اگر البته که اشتباه اونها کرده. صحبت های مثلا غیر چی غیر اونه که مثلا رسانه اشتم مثلا من همچون کریتیک بعضی سوال ها رو با دهان پرتبسم وقتی که من مطرح کردم، مثلا با دهان پرتبسم اگر کمتر چی کرده میخیل صحبت کردم، اکی علیم شیر زمان گفتن که این چیزهایی با همه دهان پرتبسم مثلا گریم مطرح میکردگی نیستند. فهمیدید خیلی یک جمله انسان چونو همین تاثیر کرد که گفتن که این گپ ها با تبسم مطرح میکردگی، با لبی مثلا دهان پرخنده مطرح میکردگی گپ نیستن، این چیزا یا سوال میگذاشتگی گپ کار نیستن اینها. نه البته وقتی که من صحبت علیم شیرزمان رو با شما دیدم، البته او از رفتن شراف‌الدین گدایف اون نفر شاد نبودن، کلا که شاد نبودن. یگان نفر همین رفتن می بنده خدا رو نمیخواست تا اینکه مثلا همین چیز از جانب خودش به میون نآمد. یگان نفر یگان بنده خدا وقتی که در همین عقیده و اندیشش استادگری کرد، پافشاری کرد، گفتن که این الکی وقتی که این آدم جمعیت اگر از فرض کردیم اختیارش در خودش باشد، آدم جمعیت اختیارش در خودش باشد، اگر او میبیند که برادرانش اونه که در همون جمعیت هست این گپش رو قبول نکرده ایستادن، او دیگر پافشاری زیاد نمیکند، چون که خودش رو در همین جمعیت چی میکند؟ حزم میکند. آدمی همین جمعیت است. بعضی عقیده و اندیشه های برای این جمعیت اومده است که عقیده و اندیشه های مشترک دارد.
چونکه مثال گریم فکر اندیشه های ایده های پروژه های خودش رو دارد، لیکن وقتی که به جمعیت اومدی تو علاقه بسیار ایده های مشترک داری. برای همین مثلا گریم وقتی که تو آزاد هستی، آزاداندیش هستی و زیر بار هیچ کس رفتگی نیستی، تو دیگر بالای عقیده اندیشه خودت استودگری پوزنی نمیکنی. وقتی که مثلا گریم اهلت جمعیت این چیز رو قبول نکرد، اطرافیانت این چیز رو قبول نکرد، تحمل میکنی. ماکسیموم مثلا گریم یک آدمی با فرهنگ باشد، با خرد باشد، اندیشمند باشد، میگوید که همین فکری نظری من مثلا گریم تو بفهم این دوستانم نبوده است، یک کمتر مثلا گریم تحمل کنم تو اینکه همین دوستانم در همین مسئله پخته رسن بعد اون رو مطرح کنم، یک کمتر دیرتر. چونکه حالا وقتی که مطرح میکنی که دوستانت نفهمیده ایستاده است، یا این مضمون اون رو دارد که یا تو درست مطرح کرده ایستادی، یا اینکه دوستانت به این فکر اندیشه تو پخته رسیدگی نیستن. بله. به همین حالا بسیار بعد شراف‌الدین رو چی نکنیم، حالا برادر سلیمان دولت وارد شدن اینشا رو هم وارد میکنیم. اینجا این است که بیاد سلیمان هم وارد کنیم بعد گپ زنیم. بهتر همه که شود بهتر است. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زنده باشید دوست عزیزم. بفرمایید. اول شما گپ بزنید. سونیمو. خب من اینجا بسیار پیگیری دارم سخنهای شما را. خب در اینجا فقط شراف‌الدین چی کرده است؟ بله خرسنگ آورده نمیتونه میدونه نه که شو. بله. این سخنی استاد کبیری است. خرسنگ آورده نمیتونه، نه که میشه که خرسنگ 2 ساله گنیمه بسه یک آدم دیگه 2 سال کو ببینیم وظیفه را پیش برده میتونه، شاید یک اون کاری کرده میتونه. بله. همین است، باید یک کاری کردن در کار که مردم نجات دادن در کار. مردم حتی همون زندانیا رو نجات دادن در کار. بله. در داخل تاجیکستان بسیار شخصیت‌هایی هستند که زیر عذاب و مشقت هستند. امروز می‌برایم فقط ما در پیش طبقه‌های اوش زندگی خوب داریم، نه که در داخل تاجیکستان مردم زیر عذاب و مشقت قرار دارند. مردم زندانیان، همین زندانی‌ها رو ببین، وقتی که می‌بینی یک جسد زندانی را از داخل زندان می‌برند، باید در جای همون خطب باید مونی، در جای هم جسد باید ما باید باشیم. خدای نکرده من همین قضیه ما که در بالای ما 2 ماه پیش آمدگی بود، یکی خدای نکرده مرا میبردن در تاجیکستان، من 20 سالم 15 سالم در همونجا زندان نشیدم. به همین خاطر باید هر یک آدم یک فکر کنه که در تاجیکستان کار کردن در کاره به این شیشتن مرا یک کس رئیس بگرد یک کسی این نیست. فقط ما را چی کار میکنن؟ فلانی آدم سواد نداره. خیلی یک آدمی بی سوادی هست که یک کاری میکنه که از هزارها سواددارا کاری خوب میکنه. و همین خاطر کار کردن در کار برادر، کار کردن در کار، حرکت کردن در کار، مردم جمع کردن در کار. امروز یک میبینی در تای کامنترها یک سخنهای گپ میزنن، یک سخنهای گپ میزنن که این با مبارزین یگام خوش نمیبیه، یگام مبارز و خوش نمیبیه این سخن راست نمیبیه. ببینید اما تو این خیلی چیزی شد وقتی چیزی شد تو فلان اپوزیسیون ریخ کردی اپوزیسیون ریخ. ما دیدم در همین قضیه ما چی کارو رفته در همینجا. همین برادر شراف‌الدین آمد 2 ماه در همینجا دو کرد، ما رو کشید از زمین زندان برو. نه که بعضی آدم ها ما رو تله کردن. وقتی که من از زندان بیرون شدم دیدم از همین خیلی مخالف من نفرت دارم، همین خیلی مخالفی که در دولت ما هست. فهمیدی؟ این از برادری عزیز اینجا دیگر مسلمانی موندگی نیست، برادری موندگی نیست. فلانی گروه اپارتو ملت نجات بده. ملت کی گذاشته همین کارا را؟ من از 2017 مبارزه نمیبرم. در گیجام مبارزه من در تمام سایت ها گپ میزنم، در محمد اقبال هم گپ میزنم، در گروه 24 هم گپ میزنم، در تمام
سایت های مخالفین مقابل حکومت دیکتاتورانه رحمانوف ما گپ میزنم. رحمانوف دیکتاتور است و دیکتاتور باید در تاجیکستان عمر زیادی نداشته باشه، از بین بره و نابود شود. یک حکومت مردم سالار، یک حکومت مردمی باید بیاید. ما همین گپا را میزنم، نه که بعضی آدم های بدبختی هست مخالف که به منفیت خودشان کار میکنن، نه که انشاءالله روز میشوه خار و ذلیل میشوه. همون مخالف خار و ذلیل خواهد شد و میشود، این میشود روزای نزدیک خواهد شد می کارو. و انشاءالله میبینیم که همین برادر شراف‌الدین گدایف امروز که اگر از پیمان هم ایست رفته بود، ما میبینیم که چگونه همین حرکت میکنه. اگر ما حیات باشیم، زنده باشیم، نمرده باشیم، همه ما مشاهده میکنیم که حرکت همون ما بعضی چیزها را من خبر دارم، الحمدلله میدونم. اگر همین گپ ها خوب باشه، پیش رفته است باشه، با منفیت مخالفین است. ما نمیگیم وای حزب نهضت اسلام در زندان است، از گروه 24 در زندان است، نمیدونم سلفی است، حنفی است، کدامی است، همه مردم نجات دادن در خونه. همه احتیاج. بازی برادر عزیز در همین زندان اگر یک تیموش ما همین جنگی ما را همون مخالفینی که در داخل زندانند همونها بشنن که بین ما جنگ جنجال است که دلی و یا سرد میشه. باور میکنید، باور کنید یک بلای بالای همه میبینن نگاه که مخالفین به جایی که ما را نجات بدن برعکس ما را چیکار کرده سیان، خودشان با خودشان جنگ جنجال دارن. اونا احتیاج به ما دارن، اول به خدا و احتیاج به ما دارن که روز میشن همین یاران ما میان شاید ما را نجات میدن. روز خواهد شد که نه که انشاءالله این روزا نزدیک آمده شده است، این روزای نزدیک میشود همین کارها. و خدای کنه که همین فتنه ها و همین بدبختی از سر ملت نابود شد. بله من یک کم این ساعت برای شما یک چی نوشتم برای نوتوری، نه که با وقتی که شما گفته کلان است من خودم اصلاح کردم برای شما لایک ماندم، گفتم تشکر. نباشید. من جای یگان چیزش نیست، نه که باید یک آدم کلان که اصلاح کرد، باید اصلاح که برای اصلاحات من بود، من قبول کردم، من خودم اصلاح کردم، نشدم با سرکش شوم انا این خیل شما این خیل شما این خیل. من نگفتم همین گپا را. برای که شما من برای اصلاح من گفتیم من قبول کردم همین اصلاحات. گفتم بله برادر شوکت راست گفته است، من در همینجا خطا کردم. همین از برادر عزیز به همین خاطر خدای روز شود که باز هم همین همه مخالفین سرجم شوند، همه مخالفین باز یکجا شوند و حکومت خودکامه امام علی رحمانوف از بین برود و ما نجات تمامی. ببینید آخه که تروریست اکستریمیست در تمام جا ملت تاجیک است. همین بعدی یک مقاله در همین لیتوا برآمده بود، یک ژورنالیستان استادن که اینقدر ازبک و تاجیک لیتوا آمده شده است، پیش روی همیارا کی کنترل میکنه. بعدی 4-5 روز پس این مقاله مرا دستگیر کردن، در تمام اخبارا برآمد. فهمیدی؟ خیلی گاز به پس از گفت که ها ما این را کنترل میکنیم، بعد 4 روز پس رزولتات نشون دادن. نه که الحمدلله سپاس و درود به همین سودهای حمید لیتوکی، همه اینها حق ما میخوایم که در تاجیکستان ما انمیخ سودها بزگره. سودها باور کنه. فقط همینجا کی واخره من بعضی چیزهای انشالله آشکارتر میگویم. من انشالله من خواهم در OBS انشالله خواهم رفت. انشالله همین سال اگر انشالله وقتی که با خودتون و میخوریم بعضی چیزهایی هست که من تنها به خودتون میگویم. نه شراف‌الدین با خبر است، نه خودتون با خبر هستید. بعضی در مسئله آزادی شما بعضی نفرهای سهم دارن که نه شراف‌الدین رو در جریان گذاشته هستن نه شما رو. من انشالله رویم واخره میگم تون. نه برای من محمد کبیری در تماس بودن وقتی که من در زندان بودم. اون کس هم چندین ژورنالیست قطعی خواستن مرا چک نه که همون روزه که اونها در تماس برآمدن
مرا چیکار کردن؟ از زندان جواب دادن، از اون محکمه جواب دادن. و انشاءالله هر کسی برای من کمک کرده است، من پیش اون در سر تعظیم و سپاس و درود میگم به او آدم، به خاطری که قضیه من زندان میشدم، 20 سال زندان میشدم. همسالای من سیف الله بود، برادر سیف الله و دیگر کسایی که این برادر عبدالله میدونه اونا را در تاجیکستان بودن، همواره زندان کردگی هستن. آزی زندان 15 سال 16 سال زندان شدن. به همین خاطر من هم که اگر میبردن همون زندان جان بود. نه که من سپاس میکنم هر کسی که برای من کمک کرد. نه که بازم که شوکت انشاءالله روز شود که با ما سربلند شویم انشاءالله، همه مخالفین یک جا شویم، سر یک طبق بشینیم. این چیزایی که بین ما میگذره اینا همش بی‌طرف انشاءالله خواهد شد. سلامت و سربلند باشه دکتر ابو عبدالله، زنده باشی. خداوند نگهدار. انشاءالله منم گپ خاتمه میتیم برادر سلیمان. صحبت البته صحبت ما این که صحبت های گویم که ضروری است، باید که این صحبت ها باید شود. برای چی؟ برای که این مشکلات نه اینکه مخالفین است، این مشکلات یا که معمای کل مردم تاجیکستان است. برای که وقتی که در بین مخالفین پراکندگی است، این چی است؟ البته که این به همون مقصدی که چند هزاری که طرفدار باشد، از همون اونها مقصدشون چی است؟ آزادی مردم است، آزادی گویم که هم در داخل هم در بیرون، عزت و شرف، ناموس، دین، این چیزها هست. البته چی است؟ به همون مقصد رسیدنشون چی می شود؟ دورتر می شود و وقت می گیرد. از برای همین به همه نفرهایی که هست امروز خودشون رو مبارز میگویند، در حقیقت که مبارز باشد شخص پرست نباشد. بله. کبیری است، کبیری امروز هست فردا می رود. شرف الدین است، شرف الدین امروز هست فردا می رود. حسین اشرف است امروز هست فردا می رود. نفرها عوض می شوند. لیکن مقصدی که پیش مونده، پیش خودتون مونده، او چی باشد؟ به همون مقصد پایبند باشید، نه اینکه به نفر. اگر که برای نفر شما در همین حرکت هستید، وقتی که نفر مرد یا که رفت، چی شما هم از همین حرکت میرید. یا که مقصدتون پاسپورت اروپایی و حیات اروپایی باشد، وای بهار شما بر این مبارز. زنده باشد. حالا یک نفر عبدالله در اومد، نمیدونم سویه شما است یا شخص مستقل است، نمیدونم. عبدالله بفرمایید. عبدالله میکروفونتون رو فعال کنید. عبدالله میکروفونتون رو فعال کنید، بفرمایید. بعضی نفرها وارد میشوند با دو اکانت، نمیدونم با دو تلفن وارد میشوند، چی دو تا میکروفون؟ نه من با یک تا در اومدم. یک تلفن اومدم که تمام بیرون. از برای همین طرف کشی نکنید. خب کامنت هایی که خیلی که سلیمان دولتوف گفت، من در همونجا مثلا در زیر نشریه ها یا که ویدیو های شرفی گدای خوندم، بسیار مثال گپ تحقیر و بسیار گپ های چی مثال. بله. عبدالله گوش کنید. عبدالله سلام علیکم و رحمت الله. کیف شاخص ساز خوبی؟ رحمت الله برکاته. ان شاء الله که خوبه. که الله خود ساز خوبه، که الله ساز ان شاء الله. خدا شکر الحمدلله. زنده باشید، بفرمایید. که شاقت یک سوال دارم برای خودت. با مقصد همین ملت تاجیک برای یک طرفه کردن رژیم چی باید کنن؟ پخته رسد. یعنی چی خیلی مقصد ساده کرد؟ همین استادیه هایی که از گذشته استودیم باید گذرد، نگذشته نمیشه دوستی عزیز. برای یک طرفه کردن رژیم تاجیکستان یعنی آگاهی سیاسی مردم، بالا رفتنش در کار، مردم نسبت سیاستی پیش گرفته حکومت، دلخواه حکومت باشه، خواه حکومت امام علی رحمان، خواه حکومت دیگر کس، نسبت سیاست بی‌طرف نباشه، یعنی حکومت مردم در دست بگیره. و برای این آگاهی سیاسی نمیرسد، یعنی مردم حاضر از سیاست گریز است. مثلا یک کمتر بالاش فشار بیارد، الکی میخواد تمام عمرش طرف سیاست نبیاید. این حالت به این حالت حکومت
گفت روسا ز اینترس آن و بسیار میخواهد که مردم در همین حالت بماند، اما به حکومت عکس العمل نشون دادن در کار است. گفتن در کار است که نه تو به این ارزیات نمیرسی، من از سیاست دور نمیرم. و حالا ببینید در تاجیکستان اکثریت نشریه های آزاد بسته شده هستند. برای چی؟ برای آنکه همون نشریه های آزاد آگاهی سیاسی مردم رو بالا میبردارد، بالا نرود و فقط نشریه های دولتی موندگی هستند. اون نشریه های دولتی چیکار میکند؟ از آدم، از انسان زومبی میسازد. یعنی که هر حقیقتی که پیش چشم تو میبیاید اون حقیقت نیست. حقیقت همونه است که حکومت میگوید، یعنی به همین تبدیل مییابی. در این حالت ما پیشرفت نمیتونیم. از همین ورته بر اومدن اون در کار است. در کشورهای غربی، در اروپا و در آمریکا، یک برای طلبه مکتب یک پرینسیپ یاد میدن، یعنی تفکر انتقادی باید طلبه مکتب دانشجو داشته باشد. تفکر انتقادی یعنی چی؟ در تاجیکستان وقتی که از طرف حکومت هر یک گپ زده می شود در فیلم یا که در خبرها، در گفته های رئیس جمهور، در گفته های وزیران، هر یک گفته گپ می شود، او یعنی حق مطلق است، باید مردم قبول کنند. اما در مکتب اگر با تفکر انتقادی پرورش یافتگی باشی، به هر یک گپ تو تفکر انتقادی داشتگی، تو این خیلی گفتن میتونی که شاید این گپ نادرست باشد، باید یک بار من تحقیق کنم این گپ رو، و تو میکوبی که اون گپ حقیقت دارد یا ندارد. یعنی مردم تاجیک این خیلی نیستند. مردم تاجیک هر چیزی که از جانب حکومت گفته می شود با چشمشون میمولند. جناب عالی این به این خدا گفته ایستاده است که به این خدا داده است، اگر خدا نمیداد این پرزیدنت نمیشد، این جناب عالی نمیشد، این پیشوا نمیشد، به این خدا داده است و متاسفانه به این خدا داده است. خدا دادگان رو ستیزه نکن که بر وای خدا داده است میگویند، گپ وای رو گپ خدا قبول میکنند. در اصل ما خصوصا که اهل تاجیکستان اهل سنت و الجماعت است، یگان نفر نماینده خدا نیست، یگان نفر نماینده خدا نیست. ما یک کشوری تئوکراتی یعنی یک کشوری دینی نیستیم که بگوییم که همین اگر خدا نمیخواست همین امام علی پرزیدنت نمیشد و وقتی که وای گپ میزند گپاش حق هستند. چگون امر پادشاه واجب ما رنگ گپ بزنیم که گویا در یک کشوری دموکراتی نه، در یک کشوری تئوکراتی، در یک کشوری دینی زندگی کرده ایستادیم. امر پادشاه واجب با چی؟ با خدا دادگان ستیزه نکن که بر وای خدا داده است. این گپای چی است؟ یک مردمی که در روحی دموکراتی، در روحی تفکر انتقادی پرورش یافتگی نیستند. این گپای همون ها است. یعنی حکومت طرفدار این است که در همین روحی عقب ماندگی، نداشتن تفکر انتقادی مردم باقی مانند. انا همین چیز اگر هیچ دلیل وجود نداشته باشد، تنها انا همین دلیل بس است که باید این حکومت عقب کش از بین برده شود. سلامت باشید. بله. بعد برای مردم تاجیک مقصد پیشنهادی خوب کرد که مقصد از سیاست باید آگاه باشن، مقصد سیاست بدانند، از سیاست باشن همه وقت باید. بعد یگان مقصد پیشنهاد باید برای مردم همین مردم این مخالفایی که مقصد کلان آدم سیاست میفهمن، کسایی که در سیاست پیش بدن مقصد هستن، همینا باید یگان پیشنهاد کنن. برای مثال مردم نمیشه که مقصد پیشنهاد کنن که در اقتصاد مقصد رژیم ضربه شود، در پیشروی رژیم ضربه شود. مقصد همین چیزا نیست که همین یگان پیشنهاد نیست، نمیشود همین کارو بکنه یگان کس. بله که مقصد در یگان طرف شکست خوردن. آخه مقصد و یا هر کاری که خودشون میفوره کرده است در تاجیکستان، با کدام راه میفورشون، چه راه میفورشون میکنن، چه کار میفورشون. بعد یگان پیشنهاد نیست. این مردم ما خیلی میبخشه مقصد بعضی بسیارش مقصد 85% به ناموس های، اما به ناموس ها شدن گوسفندن با نه گوسفند همین گوشت میگیرن. من برای این روزی نیستم، به ناموس نیستن، به ناموس نه، فقط همین چیزی که من استفاده بردم گفتم که مردم پخته رسیدگی نیست. در این پخته نرسیدن دوستم هر چیز به میان اومدنش ممکن و او رو هر چیز تعبیر کردن ممکن. مثلا گریم یک نفری که
گپ دیگران رو بدون اینکه تحقیق کند میپذیرد و میخواهد عملی کند، این شخص مثلا گریم یعنی یک زومبیگی رو به خودش قبول کرده است. اگر بگیم که این زومبی است بو شاید خطا کنیم، چون که به این حالت کی برده رسونده شده است؟ به این حالت رژیم برده رسونده شده است و رژیم از این چیز منفعت دار است و مثلا گریم نمیخواد که از حالت رژیم، از حالت همین زومبیگی ملت بیریم براید. در حالت زومبیگی همین کرخت می استی، گوشت کار، چشمت کور، پیش رو گفت پیش میری، عقب رو گفت عقب میری، به پیش گوید به پیش، به عقب گوید به عقب. فقط تو وظیفه دار هستی که چشمت رو نکشوی، دنیا رو نبینی. انمون از سری رو مثلا گیم از تراسی اساسی درونتری مثلا گیم بینوخو دروی علاکه همه جا موسور توده کرده موندگی، اون موسورها رو نبینی. همین دکراتسی که در سری روها کرده شده است، فقط تو باید وظیفه دار است که همون رو ببینی، درباره همون گپزنی، همون مسئله رو مطرح کنی. درباره موسورهای داخلی بینوها نه، موسورهای جمع شدگی جویبارها نه، جویبارهای پر از بطلاق پر شدگی نه، درباره اونه که به آشیانه‌های دهم دوازدهم مثلا آب نمیبراید، برق ندارد و در زمستان مردم به آشیانه 11 12 تپک کشونده خونه رو گرم میکنند. در این باره تو مسئله مطرح نکنی. باید این مسئله رو باید مرده بروان، هیچ کس گپ نزند. باید بله اکا شوقت بعد نمیشه که مخالفا گروه ها یگان تلویزیون کانال های تلویزیونی تشکیل کنن که همین تاجیک‌ها داخل تاجیکستان ببینن، همین برنامه رو پیشنهاد کنم، مقصد اون گپ زنم، به خلق گپ زنم. مقصد ما و شما را فقط غریبان نگاه می‌بینن. ای روسیه، قزاقستان، ای ترکیه، ای دیگر مثل مملکت‌ها مردم تاجیکستان دیده نمیتونه، کمش می‌بینه. به نظر شما چی باید کرد؟ من پیشنهاد شما رو یک بار بشنوم. پیشنهاد من همین که یگان گروه مقصد یگان کانال تلویزیونی یعنی سپوتنیکوی سپوتنیک باید حکمی که به مردم تاجیکستان گپ زنن، همین چیزا مردم تاجیکستان ببینن. بسیار خوب برادر عزیز، در حالت این مسئله فقط به همش ما تقریبا 70-80% تیار هستیم. فقط مسئله اقتصادات میلنگیم، چون که دونسته باشید که یک همون اجاره یک ماهه سپوتنیک، اگر ما بدون سپوتنیک کار کنیم، اگر تقریبا مصرف یک ماهه سپوتنیک برای یک سال ما میرسد. تقریبا یک مصرف یک ماهه سپوتنیک که اجاره مثلا فریکانسی سپوتنیک که برای یک ماهش مصرف میکنی، برای مصرف اجاره استودیو کردن و این خیلی چیزها قریب برای یک سالش میرسد. برای همین یک کمتر مشکل تر است. اما این ما که در یوتیوب، در شبکه‌های اجتماعی همین به طور یک تلویزیونی به میان آوردن یک به طور نیمه پروفسیونلی باشد هم برنامه‌های تلویزیونی رو نیتش رو داشتیم. حتما این پیشنهاد شما رو به نظر میگیریم، با دوستان مطرح میکنیم، کمکگر میکنیم، مثلا گریم سپانسر رو جستجو میکنیم. سپانسر هم این که مثلا گریم با پرینسیپ های کاری تو موافق باشد و منفعت هایی که از جانب او مطرح میشود به منفعت های تو راست بیاید. این چیز هم خیلی مشکل است برادر عزیز. بله اکه شوقت بعد یک سخن دیگه میکنم میبرم. مقصد اگر که همه چیز باشه ریال، مقصد که خودتون در همین فکر هستی، در همین کار کردید، مقصد نشون توی خلق ده اینا من خودم نشون دستگیری میکنم. مثلا ببینیم که همه چیز ریال نیست، بچهای مبارز هستن بگیرن پرتون سوم این یگان $100-300 در یک مشکل نمیمونه، گشته نمیمونه. دستگیری کنم مردم این کار شو باید. حتما این گفته های شما رو به نوبت میگیریم. ما که در صدد آمادگی به این هستیم، ان شاء الله این چی شما رو، این پیشنهاد شما رو هم یک بار به این فکر و اندیشه های خودمان وارد میکنیم که این چیز هم باید به نظر گرفته شود. سلامت باشید. الله حفظ کنه. عبدالله، حالا همین وقت رو گوش کنیم. دو نفر حسن گوش کنیم، من با شما صحبت دارم کمتر اگر فرصت باشه. مالش شما رو حاضر پایین کرده میمونم، بعد میبردارم تو. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر ما هم در همین برادر گفتگی خوش هستم که باید یک
خب دوستی عزیز بیرون شدید، لطفا از نو وارد شوید. دوستی عزیزی که اینجا گپ زده شده بودید، من تو شما دیگر نفر رو گوش میکنم. بیرون شدید، لطفا از نو وارد شوید، گپتون رو بگید. السلام علیکم آقای شوخر. و علیکم السلام و رحمت الله. آقای شوخر جان سوزین خوبه انشالله. زنده باشید. میبینم خرسان میشم بوار که یک برادری که با که بسیار چیزا هم تحلیل خوب هم میکنی، روزگار بعضا وقت هم تماشات میکنی، یک راحت میبخشه با آدم ده. زنده باشه آقا جان. سلامت باشه. خب من یک مسئله دا گفتم آقای شوخر جان گپ زنم در مسئله همی که وزیر برادر شراف‌الدین خیلی برآمده. ما نمیدونم شخصا با فکر ما همین چیز یک خطای کلانی بود که همین چیز میتونن که استفاده برن. هر یک مخالفی اگر یک دیگر اگر جدا شوند یک ضربه سخت ما فکر میکنم به همین خودشون میشه، مخالفون میشه. همین را که شبخانه چه شما خودتون میفهمین یک اگر بله به نظر من هم خوب نشد. به نظر من هم اونقدر کاری خوب نشد. نو بس از این چیزها من به برادر شراف‌الدین احترام قائل هستم. چند بار هم صحبت شده هستم، از اون کس مصاحبه هم گرفته هستم. به نظر من خوب نشد. به نظر چندین نفر حتی داخل پیمان ملی تاجیکستان اکثریت بر اینن که این کار خوب نشد. لیکن خداوند میگوید که عسا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم و عسا ان تحبوا شیئا و هو شر لكم والله اعلم و انتم لا تعلمون. میگوید که بعضی چیزها را شما خوش ندارید که همین کار شود، یعنی بعد میبینید که همین کار پیش بیاید، اما شاید اینکه اون چیز برای شما خوب باشد. و بعضی چیزهایی که شما خوش دارید که همون میخواهید همون کار بشود، آرزو دارید، نیت دارید که همون کار بشود، اما شاید اون کار برای شما یعنی شدنش شاید برای شما بد باشد. خدا میداند، شما نمیدونید. برای اینکه الکی این چیز پیش آمد، این چیز شد، از این میبرد که یگان حکمت داشته است. به حکمت یگان چیز به میان نمیباید. ما خوشگمانی میکنیم که این چیز به نفع ما بود. زنده باشید. میدونم آقای شوخر جان یک دقیقه وقت من میگیرم بعد ما یعنی داشته سراسما باشین. مقصد ما که دشمن ای چیز استفاده میبره. وقتی که یک مبارز میره او را میتونه که با آسانی در دام خچون بگذارن، با مقابل دیگر مبارزه او را نصرت کنه. ما این چیزش کمتر علاقانم، به خاطر همین چیز ما گفتم. او یک کس که رفت او یگم چیزا مثلا یک کمی باشه، کمی در جاش خالی میشه، کمی یک کوچک خالی میشه. نو برای دیگر طرف دشمن این چیز گرین فایده میتونه که در همون قهر غضب همون چیز همی با دیگر مقابل دیگر مبارزه مقصد همی کارا چیز کنند. نیکی یک چیز که آقای شوخر جان ما فکر میکنم اگر همی مخالفا یک جا باشن بهتر. همی دیگه کسو در کار نیست. همی ده گروهی که وزی بقواتی که هستن وزی همی گروه 24 یا حزب نهضت یا پیمان ملی، همی اگر یک جمعی در یک چتری مقصد یک چه زیر یک برنامه نیان، فقط همی در یک برنامه اگر برآمد کنن و اما یک جا مثلا ایش دستور یا ایش دراما گپ زدن مایلی عقیده هر خیل باشه، پوست و هر کس برای خودش باشه. اون فقط دیگه عقیده داره زیر دیگه چیزو نگه همی یک برآمد کن همین چیز که باور میکنی. بسیار فکرای بسیار مردم همین چیز یک روحیه میته، یک موتیواسیون با بهترین میته. زنده باشه برادر عزیز. من با این نظر شما موافقم، اما یک چیز را باید فراموش نکنیم. مخالفان یعنی کیهایان این مخالف کی است؟ مخالف کسی است که نظر مخالف دارد. حالا بسیار همین فکرهای جمع شوید، سرجمع شوید، به هم بیایید، یکتا شوید، متحد شوید، همین خیلی گپ‌ها است. مخالف متحد کردن نمیشود. مخالف کی است؟ مخالف کی است؟ یعنی نظر مخالف دارد. اون نظر مخالف نه تنها با حکومت دارد، بلکه با دیگران هم دارد. او با یک نظر مخالف خودش، با یک نظر یعنی دیگر اندیش است،
با یک نظر دیگه خودش، با یک ایده مثلا که به سرش اومدگی خودش میخواد در تاجیکستان جای قدم بیابد یا اینکه میخواد در تاجیکستان همین ایده در سرش بودگی پیاده شود. بله بله. و او مخالف وقتی با دیگران همراه می شود، وقتی که با دیگران همراه می شود یعنی ایده مشترک وقتی پیدا می کند. حالا برای مخالفان ایده مشترک یعنی چی؟ ایده مشترک این است که سرنگون کردن همین رژیم دیکتاتوری، رژیم امام علی رحمون. بله، سرنگون کردن این یعنی ایده مشترک است، اما هر یک مخالف به خودش جداگانه عقیده دارد، اندیشه دارد، مرام دارد، مقصد دارد، یعنی دیگر اندیش است او. یعنی در اتحادی یا در ائتلاف مخالفین کسان باقی میمانند تا اخیر رفته میتوانند که راضی به این هستند که خودش مخالف است، در اطرافش بودگی شخصان هم خودش دیگر اندیش است، در اطرافش بودگی شخصان هم دیگر اندیش است و آنها همگی یک ایده مشترک دارند و خلاص دیگه، همه در فکر اندیشه خودش است، همگی یک ایده مشترک دارند و خلاص، فقط در اطراف همون باشد، به هم در اطراف همون باید به هم باشند دیگه. مسئله ها رو بالای همدیگر باید تحمیل نکنند دیگه، مسئله ها باید بالای همدیگر تحمیل نشود. به همین راضی بدگی در مخالفت جای قدم خودش رو میابد، در مخالفت اهل خودش رو میابد، همسنگران خودش رو میابد، گفت دیگران رو تحمل کرده میتواند، اندیشه دیگران رو تحمل کرده میتواند، چون که خودش هم اندیشه های دیگر دارد، اندیشه های دیگر خودش رو به میان میگذارد و اندیشه های به میان گذاشته دیگران رو اگر چنده که خودش به او موافق نیست به او احترام قائل میشود. انا برای همین برادر عزیز همه جا مثلا متحد شوید، به اتحاد بیایید، این خودش مخالف است، خاراکتر نه خودش مخالف است. برادر یک نفر از واتساپ زنگ زده سودن، یک بار گوش کنیم، نگرانشون نکنیم، بسیار خلال میرسونن اگر چی کنیم. بفرمایید نفری که از واتساپ زنگ زدید. الو، السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوبین جناب جان؟ شما نگهبان باشن. تشکر باشیم. اکا شما آواز گفتین، من سوالی من چونین بود اکا جان از برادر گفت که شما سوال داد که چه فکر کنیم که یعنی رژیم چی شود، شما گفتین تو مردم با پازا تیار شود، بعد خیلی فکری خوبه اکا جان. همی دوام ده سوال با میان میاد. سوالی من چونین اکا که با گفته شما فکر شخصی شما شخصا که چند قای دیگه باید همین مردم اختاو تیار میشه و چند قای دیگه مونده یک یکم سوال همین برادر عزیز، بغیر از اینه که گفتم یک راه دیگه وجود دارد، این راه مقاومت است. یعنی این حکومت نمیخواد با راه آسایشته از سر قدرت برود، به مردم شانس بدهد که مثلا خودش میخواست را انتخاب کند، حکومت مردمی شود، این رو نمیخواد و تمام امید و آرزوها به این که به طور آسایشته می شود این رژیم رو برطرف کرد، یگانه میماند مقاومت نظامی. این هم قانونی است، این هم حق مردم است، به این هم مردم باید پخته برسند. یعنی باید مردم آماده باشد که قربانی بدهد، در این راه قربان شود، به همین این هم باید پخته رسید، به این هم باید پخته رسید. برادر عزیز این توضیح چون بخشش که گفتن میبرم بخشی با گفته شما همیشه دارم چند قیل دیگه مونده تقریبا نمیدونم برادر، نمیدونم. حزبی شما نگاه کنید چندین مثلا گریم همون حزبی نهضت اسلامی تونس که ویم هنیت است، حالا عبدالله پیوست کنم من سوالش در یادم نیست، شاید عبدالله دونه، همین تقریبا قریب میکروفونتون کشتگی عبدالله، تقریبا 20 سال در همین آلمان اگر من خطا نکنم رهبریتش و عموما همین چی در آلمان در پناهندگی بودن. اگر به طور مثال به طور فرضاً اگر 20 سال در آلمان بودن، شاید از 20 سال زیادتر، من سندی اساسیش رو نمیدونم، غلبه کردن در تونس، یعنی اکثریت عضو پارلمان از حزب نهضت اسلامی تونس شد، غلبه کردن، لیکن کشورها
این دیگر وارد شدن و در کار قدرت ایستادن او را نخواستن. حالا رهبری همین حزب نهضت اسلامی تونس در زندان است، باز گشته به زندان رفتن. برای همین حالا ما رو لازم است که با تجربه دیگران، با نظر کردن به تجربه دیگران همه این مسائل را پخته برسانیم که ما همین طور به حکومت باور کرده میریم و مثلا گریم رژیم رو چپه میکنیم، به سر قدرت اومدیم، چند روز در سر قدرت باقی میمونیم یا تو به مردم دادن حکومت، مردمی کردن حکومت چقدر فرصت داریم، میتونیم یا نمیتونیم، یا تاجیکستان رو از این روزش بدتر میکنیم. باید کسی که مسئولیت مخالفت رو در دوش دارد میگوید من مخالفم، همه این رو در ترازیش برکشد. در تاجیکستان ناآرامی کردن و این حکومت رو ترساندن و لرزاندن، گریزاندن، امام رحمان رو همین پیروز خیزانده گریزاندن یگان مشکلی ندارد برادر عزیز. اصلا همین امام رحمان ترقه پرق از خلوپوشکا میگریزند. همین برای چی خلوپوشکا ها رو جمع کرده ایستاده است در تاجیکستان؟ برای اینکه فریب نخورد، برای اینکه اخلاپ مثلا پاران شو گفته مثلا اخلاپوشکا گرفتن برود. یعنی چی میگو لوژنی چی میگن لوژنی تریواگا نشود، لوژنی تریواگا نشود خلوپوشکا جمع کرده ایستادن. شما اینه که مثلا از لوژنی تریواگا ترسیده خلوپوشکا جمع کرده ایستاده است میگه مشکل است برای این؟ هیچ مشکلی نداره، ترقه پرق همش گرفته میره. لیکن بعد از وقت چیکار میکنی تو؟ به این حکومت که تو امید داده ایستاده که ما از این حکومت درست خوبتر کار میکنیم، تو کرده میتونی یا نه؟ این حکومت به همین نظر یعنی مردم یک امام علی رحمان دیگر به میون میبرن یا نه؟ من به همین نظرم که همین شب روزها مردم که این به این حالتی مثال گریم چی رفته رسیدگی است، مردم پخته رسیدن، از این مردم پخته رسیدن طلب می شود. خب فرض کردیم این رژیم نخواست به طور آسایشته از سر قدرت برود، میماند راه نظامی. به راه نظامی هم البته بدون شرکت مردم، بدون طرفداری مردم، بدون جانبداری مردم، بدون آمادگی مردم با آن که مثلا آماده باشن قربانی بدهند، این چیز به میان آمدنش مشکل است. ببینید مثلا گریم حالا تمام جهان همین حرکت جهادی خماس رو مثال گریم تروریست میدونه. تمام جهان مردمش نه، مردمش در پهلویش ایستاده است. یگان همین مردم غزه، مردم فلسطین درباره مثال همین حرکت جهادی خماس یگان حرفی بد نمیگه. تمام دنیا تروریستش خواندن، خود مردمش نه، خود مردمش در پهلویش ایستاده است. از یک عائله مثلا 4 نفر و 5 نفر و 8 نفر و 6 نفر مثلا قربان می شود. گوی خماس چیکار کرده این اهل عائله من قربان شد، خانه من ویران شد، ولنگار شد، نگفته ایستاده است. فهمیده ایستاده؟ مثلا به نظر ما بیرونی ها، به نظر ما کسانی که در بیرون هستیم که حرکت های مثلا گریم خماس تروریستی است، اکستریمیستی است، این است. یکی مردمش یگان حرفی بد نگفتند، نگفته ایستادن. این خیلی جانبداری مثال گریم، این خیلی جانبداری از مردم، از طرف مردم باشد، خیلی کارها کردن ممکن است. انا میجاش اکا شوکت گفت انا میجای که طرفداری مردم هنوز شما همجا گفتین که اگر که با ما مثال فینانس باشه، مثال سپوتنیک سیستم و غیره باشه با کار بیشتر میروه. شما شخصا اکای شوکت محمد اعضای همین پیمان ملی هستین، هم خیلی اکر. من عضوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستم، 20 سال شد و پیمان ملی تاجیکستان یک قنات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک قنات پیمان ملی تاجیکستان است. بله انا می اکای شوکت محمد یک خواهش همه از شما چه خیلی گفتین که مردم در طرف باید باشه، به طرف نباشه، یعنی هم خیلی اکای شوکت محمد همین شما میتونین برسونین به همه اعضای همه پیمان ملی که اون مردمی که بی‌طرفن، خب عین حال بی‌طرفن، او مردمی که میخوان صدقاً طرفی کنن. علل خصوص من خودم انا با شما حوض عین حال کمکی مالیوی در کره فینانس همه خیلی اخی بله جدی در کار. بله برای سپوتنیک اگر سپوتنیک کنی حتما کمکی مالیوی. بله نه برای سپوتنیک، برای شما اونم مثال یک خوندنم یکم چیدنم اجاره اونم کامپیوتر شما باید ایش اما چه توکای اخی شو تختون میکنی.
همین نمیشه که کسانی که میخواد با شما این مثال همچون مهاجر هستن از دولت بیرون یا تقاور شهرنامه سالانه کنین مثال کمی که میخواه که با پیمان ملی کمک کنه در آینده وقتی که این دیکتاتور ما که امید داریم انشالله که چپش میکنیم بعد که چپش کردیم همه انسانایی که کمک کردن همه که شما نمیدونیم یک کد چون میتین یک مثال نامنویس چون میکنین چی میکنین سالانش مثال هر یک از این روسیه دا باشه 25,000 بلو اروپا و امریکا دا باشه مثال $100 بلو باروایو مثال بعد آینده یک پنسیه میتین نمیدونم ماهانش مثال رنگش خیلی کمی پنسیانی رو میگیرن وزی همون سرین تاجیکستان 500-600 پنسیه میگیرن آینده شما هم برین همون پنسیه که بلو شید همون 1,000 سومون 3,000 سومون ماهانه با همون آدمایی که شما در سالانه که فینانسی رو کرد همون قدی یک پنسیه کنیم که شما که در باری ما بودین من باور دارم این 1,000 آدم زیاد نمیشه نه که این 1,000 آدم کمکش برای شما شاید مهم یاردم شوه تانی که چند قایی که بسیار مثال یاردم کنن شاید پنسیش زیاد شوه ایبان به پرسیم طول میتینش باینده یا فرزانش به لیچین میکنه یک کشت زمینش میتین یک شبو میتین پیلوز داخی همین نمیشه یا افتخارنامه میتین به نهایت پیشنهاد خوب است برادر عزیز من نوشته گرفتم اینا حتما در نزد مسئولین مطرح میکنیم شاید همین پیشنهاد شما به نهایت پیشنهاد خوب است شاید همین پیشنهاد شما حالا شما وقتی این پیشنهاد کردید چند تصورات پیش ذهن من اومد شاید در مثلا گریم حالا پیمان ملی تاجیکستان یک سایت تشکیل کردنی هست سایتی که در آن اظهارات هایش پخش می شود و همه خیلی چیزها می شود که در آن مثلا گریم کمک دائمی و کمک یک دفعینه همه خیلی چیزها یک تگمه های در آن پیوست کرد که مردم توانند به طور شفاف سامگذاری کنند همه خیلی چیزها رو جاری کرد می شود من این پیشنهاد شما رو به مسئولین می رسونم پیش گفتون که شوکت 200,000 آدم اگر که یاردم کنه زوری دولت آینده میرسه این اصلا برنامه یک یوروگی کمک کنه 100,000 یورو میشه نگاه کنید اگر که ما اپشنال برنامه‌ای که تاجیکستان تماشا کنم 73 میلیارد سومون عبارت برا هوایی رو نمیشه 1 میلیارد چه ودیلیت کنه بگیره با همه آخری کمی که کمک جدی کده کمک مولوی کانکریت نکده فایروش میکنی افتخارنامه میتین کمی که نمی 307 زدگی من خدمت 307 زدگی من میخوام تیزتر کمک کنم من با هم پیمانی ملی با کمیش که باشه بزنم با سری بلند خونه برم برای بگیرن افتخارنامه بتن برای بگیرن کد بتن اینا که تو اومدی برای با استریت چت کنن که شما با ما بودین افتخار در نهایت خیلی که از مادر و هم میگه ای بچهش خوینه ایسوس فایروت کنن مادر ما را جماعت بگه که اصلا شرمر تولد کرده این خیلی افتخارنامه بتن بعد بفهمه مردم که یا این خیلی اودم به دستان یا خیلی کورو کنه یا پیمان یا فکر کنه آینده یا کنسرتو پیشنهاد شما حالا برادر عزیز تشکر زور پیشنهادتون بسیار در نظر اول سودلاهونه میتوباد لیکن خیلی پیشنهاد عالی است باید مسئولین پیمان ملی تاجیکستان یا برادران گروه بسیار این پیشنهاد را استفاده کنید و من جایی که لازم است حتما پیشنهاد شما رو میرسونم برادر عزیز خیلی پیشنهادتون پیشنهاد است ولی اگه جمعی من پسته نکنیم یک همون کوده یا چی بودین اگه که همی 25,000 پویو کم نشوه بخواه انشالله که در تماس یک یدن چی شوه که من میتونم پیشنهاد توصیل من فکر شکندگی مکه بود در تماس میتونیم شیده که شوه کرد زنده باشید سلامت باشید مایلم تشکر زیاد حالا برادر عبدالله میکروفونتون خاموش است سلامت باشید زنده باشید من یک چیز از شما پرسیدنی هستم این چیز چی است حالا همینجا چند پیشنهاد برای تشکیل تلویزیون به میان آمد این پیشنهادی برادر هم گرچند که ساده لوحانه بود و پیشنهادی کوچک نیست خیلی یک پیشنهاد صمیمی هرچند مثلا اگر ساده لوحانه هم گوییم خیلی پیشنهاد صمیمی است و یک کمتر پیشنهاد پخته رسیدگی هم هست مثلا چقدر در
اندیشش این چیز رو پخته رسونده باشند نمیدونم. من برای چی شما رو داشتم وقتی که این خیلی پیشنهاد پیش اومد، نظر شما چی است؟ همین مخالفین خصوصا پیمان ملی تاجیکستان آیا زورش میرسد برای تشکیل یک چنین تلویزیون و پیام تیوی کمک کرده میتواند به نظر شما؟ چشمتون میرسد؟ البته که پیش از این با یک برادر صحبت کردیم، به هم برادر گفتیم که مقصد یک است، یکی اندیشه ها گوناگون است. از برای همین وقتی که من گفتم که آخر سخن رو میگویم، اگر که در حقیقت مقصدشون یک است، مثالی گفت که به تاجیکستان برگشتن، مردم به شرف و به عزت و مردم دینش را آزادانه مثالی گفت پیروی کند، شرف ناموسش به دست گیرد. اگر که این مقصد داشته باشند همین چیز، نه اینکه حاکم شوند، صاحب مال و ملک شوند، کرسی شوند، فقط میخواهند که شرف و ناموس مردم به مردم برگردانده شود، مردم ما باشجاع شود. اگر که این مقصد داشته باشند، البته که فکرشون گوناگون باشند، میتوانند که متحد شوند، یک جای شوند. وقتی که متحد میشود، انا اون چیزهایی که برادر تکلیف کرد، این البته چی کرده میشود؟ عملی کرده میشود. برای چی؟ برای آنکه امروز کلا که مردم تاجیکستان بین مخالفین نمیداند که کدام طرف رود، به کدام طرف باور کند، به کی باور کند. میفهمید؟ بله. کلا که مردم خودش پراکنده است، خودی نه اینکه مخالفین پراکنده است، مردم مخالفین پراکنده کرده است. وقتی که اگر که مخالفین گوید که مقصد ما یک است، لیکن ما البته هر انسان مثال یک مثال همین چیز نشون میده، پیاله را نشون میده. مثال شما ممکن فکر کنید که در درونش چیزی نیست، یک نفر دیگر در درونش با دیگر چیز میبیند، باز دیگر نفر باز یک چیزی که اون نفر ندیده است او را میبیند. البته که وقتی که میپرسه چند نفره، چندین خیلی مثالی گفت جواب دادنش ممکن. از برای همین این گوناگون فکری، گوناگون نظری در انسان البته هست در انسان ها، لیکن مقصد انسان ها معین شدنش ممکن است، یا که یک فکر در یک مقصد شدنش ممکن است. از برای مشترک البته از برای همین در حقیقت اگر که همه مقصد در مقصدشون صادق باشند، اگر که همه متحد شود، این نه یک تلویزیون نه بلکه 10 تلویزیون کردن ممکن است. میفهمید؟ یک نه 10. برای چی؟ برای اینکه وقتی که مردم میبیند میگوید که کی غلبه میشود، وقتی که مردم متحد شود، مردم بیدار شود. حالی که خیلی که حاضر میگوید که حالی مخالفین پخته نرسیدن، حالی مخالفین نمیدونن که مقصدشون چی است. میفهمید؟ بعضشون نگاه میکنن به اروپا، زندگی اروپا خوب است، بهترش کمتر میگردم دیگه زندگی میکنم، پاسپورت اروپایی گرفتم، تمام دیگه مرا هیچ کی نمیبینه. خومه این زیاد نمیشه. بود یک روز کردم، تمام امروز فکرم دیگر شد. میفهمید؟ از برای همین گفتی بعضی چیزهای موقع دور ما گذشت. بله از برای همین وقتی که مقصد درست است و مقصد برای نه اینکه برای شهرت، نه اینکه برای وظیفه، نه اینکه برای پاسپورت، نه اینکه برای پول و مال، فقط مقصد آن است که آن مشکلاتی که ما با اون روبرو شدیم، اون عذابی که ما کشیدیم، مردم تاجیک امروزه، همون عذاب آینده فرزندان ما با همون عذاب روبرو نشوند، آینده فرزندان ما آزادانه دینشان را پیروی کنند، فرزندان کوچک خرد 5 ساله 6 ساله حافظ قرآن شود، مسجدها پر شود، در مسئله گویم که علمهای دنیوی مردم ما پیش رود. ما اینو میخواهیم، نه اینکه فردا وظیفه بیاییم، نه اینکه فردا چخیل برادر گفت گرامت یگان کس برای من دید، گرامت هم لازم هم نیست، نه کرسی لازم است، هیچی لازم نیست. یک وجب برای من همون دو متر اگر که در تاجیکستان جای دادن بعد از مرگ من همون کفایه است، دیگر همش از آن همین مردم است، از آن همین ملت است، دیگر هیچ چیزی طلب نمیکنید. هر چیزی که داشتم برای همین ملت میپرتاییم میروید. از برای همین یک چیزی که است که فکر میکنید که شهرت
نفرها شما را گویند که او رئیس دیگر چیز، این همش با گفتی چی که دو تنگه است. از برای همین برادر پیشنهاد خوب کرد. البته این چیز عملی میشد وقتی که بین مخالفین کلان که گویم که نفرهای کلیدی اگر که بینشان یک دوستی، البته که ممکن که نفر یکش با دیگرش فکرهای مثالی گپ اختلاف نظر داشته باشند، این انیق است، لیکن میشود که مقصد یک است. در همون مقصد میتونستن که چی شود یک جای شوند. میگفتن که خوب بگذار شوکت جان تو مرا بد میبینی، من تو را بد میبینم، لیکن مقصد ما چی است؟ معین است. بیا برای مردم یک جای شویم، برای آینده این ملت، برای دین الله یک جای شویم. که امروز چی دین رنگ توبی فوتبال شده است. هر بدبخت میخواهد میبیاید این طرف لغت میزند، از اون طرف با یک دیگری بدبخت این طرف لغت میزند. حالا که ما هیچ چیزی نه، دین ما مانند توپ شده است. میفهمید؟ البته که هر گپایی که میگویم این از فلان از دیگر هست، البته این چیزهایی که هست، البته مشکلاتی که هست بین مخالفین، این من میگویم که این مسئله حل شونده است. اگر که همون نفرهای کلیدی یک بار فکر کنن، تفکر کنن، فرقی نیست شما در کدام گویم که وظیفه هستید، یا که در کدام مثالی گویم که خودتان رو چه شما حس میکنید. لیکن باید بیایید متحد شوید. وقتی که شما متحد میشوید، البته مردم متحد میشود. شرافالدین گدایف بهترین انسان است. محیدین کبیری بهترین انسان است. حسین اشورف بهترین انسان است. داداجان عطاالله بهترین انسان است. همشون بهترین انسان ها است. با فکری من وقتی که من با اونها صحبت کردم، یگان من با اونها با یگانش مشکلات ندارم. حتی که عبیدالله سعیدی با شما با دیگرها با یگان نفر مشکلات ندارم. لیکن میشود که همون نفرها وقتی که من با هم زبان میوام، اونها هم میتونن که با یکدیگر زبان یابن، یکدیگر رو تنقید نکنن، یکدیگر رو تحقیر نکنن، طرف کشهای خودشان رو به مقابل یکدیگر نمونن. این کارها خیلی غلط است. اگر که این نفرها یک جای نشوند، متحد نشوند، مردم متحد نکند، بعد از 100 سال هم این مخالفین به یگان غلبه هم نمیرسد، به یگان وظیفه هم نمیرسد. این مردم آزاد هم نمیشود. مردم همین خیلی پراکنده میماند. باز بعد 100 سال میبیاید، باز یگان عبدالله یا که اسدالله با یک نفر دیگه شوکت میگوید که اینقدر هزار و چند سال است که ما را سرکوب میکنند، ما را از این طرف لغت میزنند، ما فقط یک مردمی چی هستیم؟ کلتخور هستیم. میفهمید؟ از برای همین اگر که خواهی که مردم شجاعت پیدا کند، مردم متحد باشد، البته که چی نفرهایی که هست امروز در غم مردم هستند، اونها باید متحد شوند. وقتی که متحدی شد، البته این متحدی را مردم میبیند، مردم چی هست؟ آهسته آهسته در گرد این نفرها جمع میشود. وقتی که جمع شد، باز دیگر گویم که قشر جامعه که خوش نشدن، با اینها همراه نشدن، بعد وقت میگذرد که با اونها هم همون صدای گویم که آزادی با اون گوش اونها هم میرسد. اونها هم چی میشود؟ پیوست میشوند به این گروه. زنده باشید برادر عزیز. سلامت باشید، سربلند باشید. برکت تو دیدار دیگه زنده باشید. وطن، این همون وطنی پیشتر هستید یا وطنی دیگه؟ اکا شافقه جان زود مرا برواردی رو سیگاب یک یاده سخان داشتم نموندی که گپ مونو گپ زنیم. بفرمایید اگر اجازتی در عرق غوطیدم. باشه سلامت باشه. این برادر عبدالله گپ زد یک گپای بهترین گفت. همین برادر ما پیش روز گپ بگم قناعت نمیدم و خودی یک عقیده یک کمتر چیز داشت نکی بازم بعد همین بچه وقتی میره ولی گپای بهترین میزنه اعصاب مینا حاض همین گپایی که حاضر زد مثلا باید مخالفین گفتم خیلی عجوشان این بهترین گپای خوب زد. ما نشاط یک برادر شرافالدین میگم
مسائل گفت که مقصد که من میخوام که رو برشم یا که چیز شم ما فکر میکنم اکای شوقت جون که همه قصالی که ما تماشا میکنم نگاه میکنم و همه برنامه را گوش میکنم نگاه میکنم هر یک چیز تعلیم میکنم نگاه میکنم همه محیدین کبیری بهترین یک انسانی است ای تمام جهت بگیم اگر فکرش عقیدهش گفتارش همه خیلی است که همه آدم اکو هیچ وقت ما فکر میکنیم ایرا ای رئیسی گرفتن یا که در چیز در همه چی یک خطای به نهایت کلان یک اداری وضع مینه این چیزا همه تذیر میکنه با مانند سوادی ای محیدین کبیر ما فکر میکنم که کمای این دمی یک شتوچ نیای اگر 1000 کس بگیم یک شتوچ نیای و من نمیدونم با کدام عقل با کدام فهمیش همین گپ خیس گفت و اینکه در بگیم در یک اونجا فعال نیست ما صدها برنامه استیت همه خودی استاد محیدین کبیری به همین نظر شما موافق نیست. من هم به همین باور هستم که برادر عزیز در خودی پیمان ملی تاجیکستان از همین برادر شراف‌الدین گدایف سر کرده تا دیگران چندین نفر حتی خانم ها هستند که اگر با آنها ریاست پیمان ملی تاجیکستان داده شود آنها نه کمتر از مثلا محیدین کبیری میتوانند پیمان ملی تاجیکستان رو اداره کنند. گپ در سر این نیست، این گپ مطرح نیست برادر عزیز. این گپ در سر این است که در سر قدرت بودنی مثال گوییم امام علی رحمان در اختیار خودش است، خواهد میستد نخواهد تماما نمیرود، همه رو مجبور میکند که انتخابات رو هم قبول ندارد یگان چیز رو هم قبول ندارد، نه شورا نه مصلحت یگان کس رو قبول ندارد و چرت کلون میبرد انتخابات میگذراند با خودش رهبر است. در پیمان ملی تاجیکستان این خیلی گپا را نمیرد. محیدین کبیری با وجود اون که بسیار کسا رکلام نکردن خودشون رو، این خیلی فرصتی که استاد محیدین کبیری دارند و با همه بخوری میگذارند و چی میکنن، شاید چندی از دوستان در پیمان ملی تاجیکستان حتی این شانس رو مثلا خود شراف‌الدین گدایف هم شاید نسبت محیدین کبیری کمتر داشته باشد. گپ در سر این نیست برادر عزیز، گپ در سر اون است که وقتی که تو اعضای جمعیت هستی، عضو جمعیت هستی، باید در همون جمعیت پشتیبانی پیدا کنی، یعنی انتخاب شوی و تو باور کنند و تو رهبریت رو باور کنند و حالا مثال گویم خودش خواسته خودش نخواسته رهبری پیمان ملی تاجیکستان بدوشی مثال گویم استاد محیدین کبیری است. این مضمون اون رو ندارد که او خودش خواسته است و در همینجا موندن میخواهد. مثلا گویم بچند درد او رو پیچونیده است همین در رهبریت موندنش، تمام بیزنس و تجارتش همش رو حکومت کشیده گرفتگی است، تمام خاندانش رو کشیده گرفتگی است، چندین اهل اولادش مثلا گویم اسیر هستند در دست حکومت، اسیر، میفهمید؟ مثلا گویم میکشتن خلاص میشدن. مثلا 2 سال پیش بود به فکرم صحبتی همین اکوی کلانیشون اکوی سفر به من اومده رسیدگی بود، چون با اینجا با فرزندانشون در تماس هستن. آخرش میگم بیا من بکش خلاص شوم، میگه بکشین، میگه تمام جانم بلا بمون بکشیم، لیکن اسیر نمیکشن، اسیر همچون یک فشنگ میخوان استفاده برن. چند کشاورزانش در تاجیکستان در حالت اسارت قرار داره. اینجا هم چقدر مثال گریم یارو دوستانش اهل فرزندانش حتی به خاطری تنها به خاطری فعالیت سیاسیش جانشون در عذاب است. چند مثال حتی فرزندانش به چند بیماری دچار شده هستند تنها به خاطر فعالیت سیاسی پدر. و مثل دیگر شخصا که مثال شما تصور کنید که یک شخص میلیونر بود در جنبه حتی به این سیاست و این چیزها نیاز نداشت، فرزندانش خوب میخوردن، خوب میزیستن، خوب میپوشیدن و در این حالت مهاجرت روزشون به چی اومد؟ حتما به حالت استرس، به حالت دپرس دچار میشوند. همین مشکلات در سرش هست و میتواند که دوستان من 20 سال شد یا 10 سال شد یا 15 سال شد حکم مونید من به حال خودم شوم. یک نفره که مثال گریم پولدار شدن رو تجربه کرده است، میلیونر شدن رو تجربه کرده است، دارای تجارتی بزرگ شدن رو تجربه کرده است
و در این جو موفق شده است بار دیگر سر کند و 25% یا با 50% دیگرش رفته میرسد که برایش بسنده است. یکی چرا نه؟ برای همین این چیزها رو درک کردن لازم است دوستان عزیز. کوک با دیکتاتوری اولی برادر گفته شده است، با دیکتاتوری امام علی رحمان برکشیده شده است. اگر در اونجا امام علی رحمان بوزوری شخص خودش دیکتاتور است، اینجا مثال گریم امام که محیدین کبیری بوزوری شراف‌الدین گدایف، بوزوری همین اطرافیانش، بوزوری همین شروع سیاسی پیمان ملی تاجیکستان در سر قدرت، در سر وظیفه است. همین ها اگر بر ضدش آواز بدهند، حالا ببینید گفته است مرحمت اگر شراف‌الدین میخواهد مثلا من به استعفا روم، مرحمت. وقتی که شورا به آواز میماند آواز نمیگیرد پیشنهاد شراف‌الدین برای از وظیفه سبکدوش شدنی رئیس پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری. اینجا این از وظیفه رفتن مطرح نیست. اینجا مسئله تمام دیگر است. اما دوستان ما که همین مسئله خریدار بیشتر دارد، همین مسئله را تنها مطرح کردن. نگرانی من شخصا همین است و من هم وقتی که با دوستمون، با برادر عزیز گرامیمون، با شراف‌الدین گدایف روبرو میشم و حتی زنگ میزنم یا که پیشنهادی مصاحبه میکنم، چیزی که مطرح میکنم اساسا همین است که چرا دیگر مسائل مطرح نشد، تنها همین مسئله که خیلی خریدار داره، خیلی مردم نگران میکند و از یک دیکتاتور اول خلاص نشدیم به دیکتاتور دیگر گرفتار شدیم، گفتم مردم نگرانی میکند، تنها همین مسئله سیر خریدار مطرح شد. من این چیز رو حتما پرسیدنی ام. سلامت باشید. ببین برادر جان، در مخالی بودن در یک جای گروش چند یک نفر چند رهبر باشه، یا خی در این وطن نیست که این چیز دیکتاتوری باشه، ولی خیلی اصلا قدرت باشه این چیز ریال نه، این چیز دیکتاتوری نو در اون درن همین کوشش‌های همین میدین کبیره همه میبینم اینجا تمامی روسا قطعی مثلا روس زبان‌ها قطعی کافکاس قطعی همه قطعی میبرن میره گاب میزنه یک مسئله را گاب میزنه از اگر من فکر میکنم لوبای مخالفه ما تعریف نمیکنم، ما خیلی اون چی نمیکنم، او خیلی که او میبره گاب میزنه مسئله را گاب میزنه با روسی چوت کخش رو هم میفهمونه یگا مخالف ما فکر میکنم همین کارا کنه میگه کدام مخالف بی روسی اگر همه کنده شبله یگم چی گاب میزنه با خیلی نگه این نفر هم خیلی است که سواد ایروی سواد آدم ایروی سواد انتخاب میکنن، سواد عقل فهمیش مثلا همون راهبر انتخاب میکنن. اگر کنش نه هیچ کی نمیخواد که در همون اگر 1000 بار خچبان آخه ما میبرم بگه نمیخوان که ببرم به خاطر اونی که اون نفر یک سوادی هم یک سوادی بهترین داره. اون ما چندین سال او برای ما چاپلوسی نمیکنم، یکی همین چیز ببرا یک چیز ببران و زمجا شرافنی یک کارتینکر همون کبیر همجا گلاسواد ما فقط 10% هم شرافنی میگه 90% کبیر میگیره. این چیز همین چیز همون چون حس نمیکنم، همین چیز ما حیران میشم در همین چی با حدی او رفتن آدم خیلی میزنه که با او مویدین کبیر با او درجه او براسته که اون نفر دیپلماتی در این تاجیکستان دیپلمات کار کرد. او زمانی که اون نفر دیپلمات کار میکرد ای دیگه مخالفان یگان کار سونا میکرد، هر کارش هر خیلی کارو قدر رفتار بودن. اون نفر یک سوادی خوب داره، هیچ دولت نفری میتونه فعالیت کنه که سوادی بهترین داره، فهمیش داره، با تنبول در اروپا رفتگی با خیلی با سوادش با جامبینیش دیگه شده این چیزایی ای شراونی برادر خیلی یک زیاده روی که اگر بوار که این چیز شایمان میشه در عاقبت خودشه نو یک ضرری بیزب در مبارزه داخل میکنه که این را میتونه که لوبوی کاز بخرش با مقابل مخالفو یک یک ضربه حالتی چیش یعنی همین حالتی عصبانیش میتوانند دیگران استفاده کنند، ولی همین خیلی گفتنیه. بله 100% این چیز 100% است. هر یک آدم وقت در حالتی یک عصبانیت میتونه که یک از چیکار میکنیم را بیا یک بعضی اینفورماسیون ما قطعی معرفی همین آدم یک از یک از نگاه که ببینن که اکای شاقا جام شد بعدی او اینای شراب بعدی اینای کیز با گروه 21 از یعنی که اوسوسا همین را اوسوسا خیلی کندن میگیرن یک کندن اوجه یک هم خیلی میشه که دیگر
یک ضربه بزر میشود چیزی یار دیگه مخالفای شما هستین که بسیار مبارزه یارا سس میکنه او دار میزنن یا هر یک کدام یا وقتی یارا خریدن در گرچون قبلا میتونن که نه پروستا ای با فایده همون دشمنو میشه که تمام این چیز یک برمیای کارت که قدیکو هر کمش تیپ پیت میکنن وقتی تیپ شید همین چیز وقتی تیپ شید کو اکابینه که هر یک کدامش پادل نکو گرفته بردان میگیرن تمام میشه همین چیز برای این کار باید نمیکرد شرافدین برادر این کار غلطی بهترین غلط بود اون او جمشیدش این دیگریش یا ما فکر میکنم یک چیزی که باید همین کار نمیشی باید خودشون همین کار نمیکردن تا زمانی که موفق نمیشیدن بعد این چیز میشه که در این تاجیکستان این مسئله حل میشی این بهترین بود او موسیقیکان زنده باشید برادر عزیز تشکر زیاد به شما سلامت باشید سلامت باشید تماشابینان عزیز گرامی همینجا نهایت برنامه امروزه ما است همینجا یکایک شما رو من به الله پاک میسپارم و امیدوارم که در این طول 3.5 ساعتی که با شما بودیم شاید برای ملت برای منفعت ملت برای پیشروی ملت یک چیزی گفته باشیم چون که این برنامه ها دوستان عزیز محض برای همین است که یک کمی برای همین چیزی که از دستمون میبیاید که همین سخن است برای من همین رو برای منفعت ملت استفاده کنیم برای پیشرفت ملت استفاده کنیم کوی که شما تشکر میکنم و یکوی که شما امیدوارم که در آینده با همدلی و همبستگی پیش خواهم رفت به همین امید دوستان عزیز این برنامه ما را لایک کنید همینجا 1000 نفر ما را تماشا کرده ایستادید لطفاً لایک نمونده بیرون نروید خواهش میکنم لطفاً یک توگه اقلا نظر نویسته بعد خارج شوید درباره صحبت امروزه به دیگران اخر توانید فرستونید به دوستانتون و ابونه شدن به کانال پیمان ملی به کانال پیام تیوی را فراموش نکنید زنده باشید با شما بودم شوکت محمد تا دیدارهای دیگر